سوره مبارکه مائده. ربط اسمی را قبلا خدمت شما ذکر کردم که ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود ولا نعبد ولا نستعين آل عمران ونؤدي حقوق النساء نحلة اللهم انزل علينا مائدة افضالك الى آخره. این ربط اسمی بود که خالی از لطف نیست. اما ربط معنوی، ببینید در تمامی سوره های قرآن مجید بیشتر مضامین چی هست؟ توحید، رسالت، جهاد، انفاق. چنانچه در سوره بقره هم این 4 تا بودند، در آل عمران هم بودند، در نساء هم به نوعی بودند کمرنگتر، و همچنین امور انتظامیه. وقتی که توحید بیان میشه رد شرک هم میشه. اما شرک بر 2 نوع هست. یکی شرک اعتقادی هست که همون شرک فی التصرف هست، و یکی شرک فعلی هست. ما در سوره های گذشته بیشتر نفی شرک اعتقادی را خواندیم، بیشتر در قرآن مجید نفی شرک اعتقادی است. در سوره آل عمران هم بود، در سوره بقره هم بود که آل عمران عیسی و مادرش بندگان خدا هستند، اله نیستند، اعتقاد باید درست باشه درباره اونها. نفی شرک فی الدعا بود، شبهات جواب داده شد. حالا در سوره مبارکه مائده و انعام، هر 2 سوره نفی شرک فعلی هست. شرک فعلی را خدمت شما توضیح دادم، اینه که انسان غیر الله را به حدی بداند، چنان مقدسش بداند که به خاطر او حلال خدا را حرام بکند یا حرام خدایی را چی بکند؟ حلال. این شرک فعلی میشه. لذا الله عزوجل در این سوره مبارکه شرک فعلی را نفی میفرماید. سوره مائده تقریبا از آخرین سوره هایی هست که نازل شد. در سوره مائده اون آیه‌ای که بعضی میگن آخرین آیه هست، الیوم اکملت لکم دینکم، اون آیه هم نازل شد که در حجة الوداع بود. و در سوره مائده بالاخره بحث محرمات که آخر بیان شدند هم آمد. سوره مائده تقریبا 112مین سوره قرآن مجید هست و این سوره را مائده میگویند. علاوه از این که مطالب بسیار زیبا و مطالب خوبی دارد، اما یک مبحث مهم که در این سوره می آید مائده ای هست که مسیحیان از سیدنا عیسی علیه السلام تقاضا کردند. عیسی علیه السلام اصرار کرد نخواهید. اونا گفتن ما می خواهیم که باشه انزل علینا مائده من السماء تکون عیدا لاولنا و آخرنا. ما میخوایم بالاخره خاطره باشد، جشنی باشد، شادی بکنیم، رحمت خدا را در همین دنیا هم ببینیم. بعداً خداوند عزوجل وعید بیان فرمود که اگر بیاید و باز هم کسی دچار مشکل و شک و تردید بشه عذاب میاد. اونا قبول کردن. مائده هم آمد طبق قول بسیاری از مفسرین و محققین. مائده نازل شد، اونا ایمان نیاوردند، بالاخره بعضی هاشون تبدیل به خنزیر شدند. لذا چون این جریان یه جریان بسیار مهمی هست، این سوره نامگذاری شده به نام مائده. اما ابتداء الله عزوجل مقدمتا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای مؤمنان شما به عقدهایی که بستید وفادار باش. اوفو بالعقود. عرض کنم که مراد از عقود عهد هست. منظور از عهد چیه؟ کدوم عهد؟ کدوم پیمان مراد هست؟ بسیاری میگویند منظور، اینجا اقوال زیادی هست. بعضی میگویند که منظور اون عهدی هست که ما در عالم الست، در وادی ارواح با خدا بستیم. الستو بربکم قالوا بلا. بسیاری معتقد هستند که نه، عهد و پیمان هایی که ما انسان ها با هم دیگه داریم، حتی عقود، معاملات، داد و ستد، نکاح، ازدواج، اینا همه عهدند. شما یه چیزی میخرید، خب الان متعهدی باید پولش را بدید.
اون طرف باید جنس و کالا را تحویل بده. به اینها پایبند باشید. وعده که با هم دیگه میکنید اینها هستند. بعضی میگن منظور از اینها اهل کتاب هستند. اهل کتاب پیمانهایی که در کتابهایشون هست، به توحید خدا ایمان بیاورن، به انبیاء الهی ایمان بیاورن. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. اون میثاق چی بود؟ وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی و عزرتموهم. رسول، ایمان به رسول، نصرت رسول، احترام رسول. خلاصه بعضی میگه اون عهدها مراد هستند. بعضی میگه مراد از عهدی هست که ما با خدا بستیم، همین که ایمان آوردیم، گفتیم لا اله الا الله، این برای ما تعهداتی ایجاد میکنه. ببین کفار میدونید که مکلف به شرایع نیستن، اما به محض اینکه آمدن گفتن لا اله الا الله، تمام شریعت را باید چی بکنه؟ عمل بکنه. بنابراین ضمن اینکه این همه اقوال هست، محققین میفرمایند و قول راجع اینه که مراد عام هست، همه عهدها را شامل میشه. تمام فرایض الهی، واجبات الهی، حدود حلال و حرام، بالخصوص بحث حلال و حرام که تو این سوره می آید، به اینها پایبند باشید. شما وقتی که ایمان آوردید باید به ایمانیات پایبند باشید. عهدی که با هم دیگه شما میبندید، قراری که با هم دیگه میبندید، داد و ستدی که با هم دیگه میکنید، وعده که به هم دیگه میدهید، همه اونها را شامل میشه. نظری که شما میکنید اون هم عهدی است. هر چی که عهد است به همه وفادار بشید. بعد از اینکه الله عزوجل مقدمتا گفت، این تمهید بود، به همه عهدها پایبند باشید. یکی از اون عهدها که شما بستید با خدا اینه که خدایا من به تو ایمان دارم. ایمان دارم یعنی چه؟ یعنی هر چی تو بگی حلال، حلالم برای من، هر چی تو بگی حرام، برای من حرامن. حالا الله عزوجل بحث تحریمات را ذکر می فرماید و تحریمات غیر الله را ذکر می فرماید. معنیش اینه که اونی که غیر الله به خاطر غیر الله حرام کردید حرام نیستند، اونا را مصرف بکنید، اونا حلالند. به خاطر غیر الله بهیره و صاحبه و اینها را بر خود حرام نکنید. و اونی که خدا حرام قرار داده اونها را حرام بدانید. پس حلال خدا را حلال بدانید، حرام خدا را حرام بدانید. لذا الله می فرماید احلت لکم بهیمة الانعام، حلال شده برای شما بهیمه انعام. ببینید بهیمه چیه؟ بهیمه چارپایان را میگند، اما بهیمه‌ای که از انعام باشند. انعام به چی گفته میشه؟ انعام در سوره مبارکه انعام آمده که انعام 8 هستند. 8 ازواج، من الضأن 2 و من المعز 2، من الابل 2 و من البقر 2. انعام اینها هستند: گاو، شتر، گوسفند و اون نوع دیگرش بز. خب نر و مادهشون، اینا انعام هستند. بهیمه چارپایانی که مثل اینها هستند. بهیمه چارپایانی که مثل اینها هستند. مثلا گاو وحشی، عرض کنم خدمت شما، آهو، بز کوهی، قوچ کوهی، اینها بهیمه هستند که مثل از انعام هستند. البته بعضی ها بنابر گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث هست اونها حرام قرار داده شدن. از چی؟ از انعام. بهیمهشون، بهیمت الانعامشون جایز. مثلا الاغ چی؟ حرامه. در روز خیبر همونطور که متعه را حرام فرمودند، گوشت الاغ را هم حرام فرمودند، اما بهیمت الانعامش که گور خر باشد چیه؟ جایزه. پس احلت لکم بهیمت الانعام، برای شما چارپایان از انعام چی هستند؟ حلالند، الا ما یتلی علیکم، مگر اونی که بر شما تلاوت میشه. اشاره به چی هست؟ به محرمات الهی، تحریمات الله میاد. کجا تلاوت میشه؟ حرمت علیکم المیته. از همین بهیمت الانعام میتهش حرام است،
عرض کنم که منخنقش حرام است، موقوزش حرام است، ما اهل لغیر الله حرام است، همین هم حرام میشند. لذا الله میفرماید که غیر محل الصید. حالا بهیمه که گفت شامل شکار هم شد، اما غیر محل الصید در حالی که شما حلال ندانید شکار را، در حالی که در احرام هستید. وقتی در احرام هستید دیگه برای شما شکار حرام نمیشه. اگر شما زدید نه برای شما و نه برای غیر شما حلال نمیشه. ان الله یحکم ما یرید. این جواب حاکمانه است. اینها چرا حلالند؟ خدا هر چی که بخواد اراده میکند. البته قبلا ما خواندیم که الله عزوجل، اینجا هم میخوانیم که الله تعالی میفرماید طیبات را بخورید. یکی از دلایل حلت اینا پاکند، غیر از اینها ناپاکند. ناپاکیشون یا ظاهری هست یا باطنی هست، اثرات اخلاقی سوی اونها دارند. خدا میدانه، شما نمیدانید. پس ان الله یحکم ما یرید. خب این شد بیان تحریمات غیر الله، یعنی به خاطر غیر من اینها را حرام قرار ندید. همینها را مردم حرام قرار میدادند. شتر را به نام لنگر میکردند و بعد از اون نه سوارش میشدند، نه شیرش را میدوشیدند، نه میکشتند. گوسفند را هم همچنین، فقط برای همون مجاور حلال میدانستند. این چی هست؟ تحریم، حرام کردن به خاطر غیر الله. نه، حرام نکنید. خدا اینها را حلال کرده، شما اجازه نداری اینها را حرام کنید. اگر اون غیر الله برایت اینقدر تقدس داره که به خاطر او حلال خدا را حرام میدانی، این میشه شرک فعلی. همینه. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ای مؤمنان، شما شعائر الهی را حلال ندانید. شعائر الهی را حلال، اینم جز محرمات است. باید شعائر الهی را انسان حرام بداند. حرام بداند بمعنی چی؟ حرمت. اینجا حرام بمعنی چی هست؟ حرمته، یعنی حرمت شکنی نکنید. ببین شعائر جمع شعیره هست. شعیره به معنی علامت. گفتند شعائر هر آن چیزی که علامتی هست و نمادی هست. به تعبیر جدید نمادی هست برای دین و برای عبادت. هر چی که نماد دین ماست و نماد عبادت ماست، اون را چیکار بکنی؟ احترام بذارید، بی حرمتی نکنید. حالا بسیاری از اماکن هستند که اونها چی هستند؟ از شعائر الله هستند، مثل حرم الهی، مثل خانه کعبه، مثل حجر الاسود، مثل صفا و مروه. اینها را وقتی که ما ذکر میکنیم، نامشون را میگیریم، شما به یاد عبادت حج میافتید یا نه؟ مثل منا، مثل عرفات. و عرض کنم به خدمت شما بسیاری از شعائر هستند که عرض کنم انسان اونها را ببیند، مکان هستند، بعضی زمان هستند، مثل ماه رمضان، ماه حج. و بعضی مکان مثل مسجد از شعائر الله هست. اذان از شعائر الله هست. هر چیزی که نمادی باشد برای چی؟ برای عبادت. ان الصفا والمروه من شعائر الله. اینا همه شعائر الله هستند. الله میفرماید هدی شعائر الله هست. این هدیه که میبرند برای کشتن در منا، لذا این را احترام بذاری، تعرض نکنی بهش. حتی تا جایی که میتونی سوارش نشید. اگر مجبور شده، احساس خطر میکنی از تشنگی، بمیرید بعد سوار شو. حتی الامکان سوار نشو. پس لا تحلوا شعائر الله معناش اینه. پس ببینید اینها را برای خدا باید انسان حرمت بگذارد، برای غیر خدا نباید حرمت بگذارد. اگر گذاشت این میشه شرک فعلی. همینطور که شما از اینجا گوسفندی را یا شتری را قلاده میکنی و میبری منا به خاطر هدی بکشی، اونجا حرمت داره. الان به خاطر یک آستانه این کار را بکنی، یعنی به خاطر غیر خدا این کار را بکند کسی، این چی میشه؟ این میشه که
تحریم لغیر الله. لذا الله می فرماید لا تحلوا شعائر الله، شعائر الهی را شما بی حرمت نکنید، حلال ندانید. ولا الشهر الحرام، و نه ماه حرام را، حرمت ماه حرام را هم داشته باشید. ولا الهدی، و نه هدی را، هدی که برای چی برده میشه؟ به حج برده میشه. ولا القلائد، نه خود اون قلائد، اون قلاده هم چی دارد؟ احترام دارد، چون اون نمادی هست از عبادت. ولا آمین البیت الحرام، و نه قصد کننده های خانه خدا را. اینا که به خانه خدا میرند اینها هم احترام دارند که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اینها می طلبند فضلی را از جانب الله و رضای الله. لذا همه اینها را حرمت بنهید. خب فرمودند خداوند که چی؟ که غیر محل الصید و انتم حرم. اما اگر احرام نبودید، و اذا حللتم فاصطادوا، این امر برای اباحت است. احرام نبودید اونها را شکار کنید. خب اینجا فرمود که قصد کنندگان بیت الحرام را، بیت الله الحرام را، جلوشون را نگیرید. حالا منظور چه کسانی هستند؟ منظور تمام کسانی که مؤمنند، موحدند، قصد بیت الله دارند. اما ولا یجرمنکم شنآن، این تاکید است بر همون، شما را تحریک نکند، برانگیخته نکند. شنآن قوم، عداوت با قومی، بغض قومی، دشمنی با قومی که ان صدوکم عن المسجد الحرام، اینکه دیروز شما را باز داشتند از مسجد حرام، به خاطر اون تهدیلی ان تعتدوا، بر اونها چی کنید؟ تعدی کنید، یعنی جلوشون را بگیرید. این کار را نکنید. خب حالا منظور چه کسانی هست؟ این آمین البیت الحرام قصد بیت الحرام را دارند و الان دیروز شما را جلوگیری کرده، امروز خودشون میخواه حج کنه، امروز متولی بیت الله شما شدید. بعضی میگن کسانی که مانع رسول الله در حدیبیه شدند، مانع رسول الله در حدیبیه شدند، هرگاه اینها میآیند برای چی؟ برای حج، شما جلو اینها را نگیرید. خب این یعنی جلوی مشرکین را نگیرید. اینها اگر دیروز حماقت کردند، شما جلوشون را نگیرید. اگر به این معنا باشد پس معتقد این منسوخ شده. چرا؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، و همچنین انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، با اون آیه منسوخ شده. اما چرا چنین تفسیری بکنیم که نیازی به نسخ آیه بشه؟ بعضی دیگه معتقدن مراد از اینها، عرض به خدمت شما، مشرکین نیستن. آمین البیت الحرام مشرکین نیستن، مسلمانانی که قصد بیت الحرام را میکنند و دیروز مانع شما شدند، یعنی کسانی که اطراف مکه هستند. قول دوم، کسانی که شیخ بزرگوار هم همین قول را ترجیح میده، شیخ حسین علی رحمه الله، قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر به اقوالی رجوع میفرماید و اقوالی را ترجیح میده که نیازی به نسخ نباشد. لذا منظور کسانی هستند که اطراف مکه زندگی میکردند، در جریان حدیبیه همراه با مشرکین مانع رسول الله و مانع صحابه شدند، اما الان مسلمان شدند. امروز اونا چی شدند؟ مسلمان شدند، حومه مکه هستند، اطراف مکه هستند. حالا که تولیت مکه به دست شما مسلمانان است، به خاطر اینکه اینها دیروز شما را نگذاشتن، شما انتقام نگیرید، شما مقابله به مثل نکنید، بذارید اینها بیایند. وقال بعض المفسرین ان الآیة فی المسلمین فهی محکمة و حکمها باق فلم تنسخ. این کتاب المنار علامه نصفی هست. علی ای حال الله می فرماید که ولا یجرمنکم، شما را تحریک نکند عداوت قومی که شما را باز داشتند از مسجد حرام، این که بر اونها تعدی کنی. نه، الان زمان تعاون است. و تعاونوا علی البر و التقوی، بر بر و نیکی و تقوا هم دیگر را کمک کنید، یعنی در راستای نیکی کردن، در راستای پیشبرد تقوا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و هم دیگر را کمک نکنی بر اساس تعدی و ظلم و گناه.
یعنی در مقابل تقوا، چنان همدیگر را کمک بکنی که منجر به گناه بشه، منجر به زیاده روی بر کسی بشه، ظلم بر کسی باشه نکنید. واتقوا الله، این نسخه عمل است. از الله بترسید. ان الله شدید العقاب نسخه تقواست. چطور از تقوا پیدا میشه؟ بدانید که خداوند سخت عذاب دهنده است. در آیات گذشته بیان تحریماتی بود که برای غیر الله بعضی اونها را حرام قرار داده بودند و الله عزوجل فرمود که من اونها را حلال قرار دادم. احلت لکم بهیمة الانعام. و همچنین بیان نذوراتی که برای الله هست، اینها هر دو گروه حلالند. تحریمات لغیر الله هم حلالند، یعنی نباید انسان اونها را حرام بداند، حلال بداند. و نذری که برای خدا میشه هم حلال است، خیراتی صدقه‌ای برای خدا کسی میده. اما از این آیه به بعد محرمات ذکر میشوند، اونهایی که حرام هستند. الله عزوجل بعضی از محرمات را اینجا ذکر میفرماید. حرمت علیکم المیته، بر شما حرام شده میته، حرام شده. میته یعنی جانوری و حیوانی که ذبح شرعی نشده بلکه خودش مرده، بدون ذبح مرده. و دم و همچنین خون، منظور از خون مسفوح است و دم مسفوح در جای دیگه آمده. و لحم الخنزیر، و همچنین حرام قرار داده شده گوشت خنزیر، نه تنها گوشتش ولی خب معمولا مردم گوشتش را میخورن، تمام اجزایش ناپاک هست، پوستش و پشمش. و ما اهل لغیر الله به، هر آن چیزی که صدا زده شده برای غیر خدا، آن صدا زده شده یعنی چه؟ یعنی نامزد شده، نامگذاری شده، بر اون نام غیر خدا نهاده شده. این را ما در مقدمه در مسئله اله خواندیم. ما عام هست، شامل حیوان و غیر حیوان، ولی بیشتر چون که حیوانات را برای غیر خدا نامگذاری می کردن، شتر را، گوسفند را، خیلی ها ترجمه می کنن ما یعنی اون حیوانی که، و الا لازم نیست حیوان باشد. حیوان یا غیر حیوان را کسی یک لیوان آب را، یک لیوان شربت را اگر انسان نامگذاری کند که این نظر فلان هست، هم حکمش همینه. الله می فرماید این هم حرام هست، اون چی که نامزد و نامگذاری بشه برای غیر خدا، آن یعنی اون چیز را برای غیر خدا ما نامگذاری بکنیم، برای غیر خدا نامش را، گرچه به وقت ذبح مثلا اگر حیوانی بود به وقت ذبح اسم خدا گرفته بشه، اما قبلا نامزد شده برای غیر خدا، لذا این هم حرام است. والمنخنقه، و همچنین از این حیواناتی که ما قبلا خواندیم، انعام، چارپایان، از اون حیوانات اونهایی که خفه بشند. والموقوذه، و اونی که عرض کنم زخمی بشه. چطور زخمی بشه؟ یعنی به وسیله سنگ چیزی زده بشه و بمیرد. والمتردیه، متردیه میگوین اونی که از کوه افتاده باشد، از بالا افتاده باشد. والنطیحه، به وسیله شاخ حیوان دیگه زده شده که هلاک شده، حیوانی را زده. همه اینها حرام هستند. و ما اکل السبع، اونی که درنده او را بخورد، مثلا گوسفند را گرگ میخورد بخشی میماند، اون دیگه حرام هست. الا ما ذکیتم، البته یک صورت استثناء هست، اونی که شما اون را ذبح بکنید. یعنی اگر شما بتوانید همین گوسفند را، گوسفندی که خفه شده داره جان میده، گوسفندی که ضربه خورده با سنگی، چوبی، چیزی، حالا داره دست و پا میزنه جان میده، والمتردی، از کوه افتاده ولی هنوز نمرده، شما ذبحش کردید، یا شاخ خورده یا حیوانی خورده ولی حیوان یک پایش را خورده، بقیه هنوز زنده هست، ذبحش کردی، این حلال میشه. الا ما ذکیتم. اما الا ما ذکیتم استثناء از کجاست؟
این استثناء از والمنخنقه هست، یعنی اونی که خفه میشه، اونی که ضربه میخوره، اونی که از کو میفته، اونی که شاخ میخوره، اونی که درنده او را میخوره، همه اینها حرام مگر اگر موفق شدید که ذبح بکنید. زکات به معنی ذبح شرعی. خب قبل از این و ما اهل لغیر الله، نه، ما اهل لغیر الله را خدمت شما عرض کردم که اون اگر چه به وقت ذبح بشه و به وقت ذبح اسم خدا گفته بشه بازمون حلال نمیشه. و دیگه اینکه ما اهل لغیر الله لازم نیست حیوان باشه، گوسفند باشه، امکان داره که نخود و کشمش باشه، هر چی که باشه ما عام هست. خب چرا استثناء به قبل از والمنخنقه بر نمیگرده؟ اگر به قبل از والمنخنقه برگردانید بعضی ها شاید بخواند و ما اهل لغیر الله را هم حلال بکنه اگر ذبح شد، پس قبل از اون چرا نمیبرید؟ و لحم الخنزیر، پس بگویید که لحم خنزیر هم الا ما زکیتم، اونم حرامه، اگر ذبحش کردی حلاله، نمیشه دیگه. همه علما گفتند که این استثناء از کجا به بعد است؟ از المنخنقه. چنانچه علامه اندلسی میفرماید والاستثناء یرجع الى المنخنقه، استثناء به چی برمیگرده؟ منخنقه. و ما بعدها، این تفسیر مدارک علامه نصفی. اندلسی میگه قال علی و ابن عباس والحسن وقتاده وابراهيم وطاووس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد والجمهور هو راجع الى المذكورات ای من قوله والمنخنقه. بس الا ما زکیتم استثناء از والمنخنقه به بعد است. و ما ذبح علی النصب، و همچنین هر اون حیوانی که اون حیوان ذبح میشه بر نمادهای شرکیه. نصب چی را میگند؟ نماد شرک. مثلا صلیب نماد شرک، یکی سنگی را که چون این سنگ مجسمه فلانیه این میشه نماد شرک، یک درختی که مردم اونجا میرن شرک میکنن میشه نماد شرک. بعضی وقتها مردم حیوانات را میبردن همون جا ذبح میکردند. ببین این فرقش با ما اهل لغیر الله این هست که ما اهل لغیر الله مثلا هم شما فرض کنید حیوانیه، گوسفندیه، گوسفندی که کسی گفت این نظر پیر صاحب است، این را برای خوشنودی پیر صاحب میکشم، بعدا همینجا خونهش میکشد یا سر قبر پیر میکشد، فرقی نمیکنه، هر جا بکشد. اما ما ذبح علی النصب اونه که نظرش میکنه یا نمیکنه میبره همون جا میکشه. پس اینها دو تا چیز متفاوت هستند. لذا الله میفرماید و ما ذبح علی النصب، اون چیزی که بر نماد شرکی ذبح میشه هم حرام است. و ان تستقسموا بالازلام، و این که شما طلب قسمت کنید با تیرها اینم حرام است. طلب قسمت کنید یعنی چه؟ دو صورت بیشتر در تفسیرها نوشتند. بعضی ها قسمت و تقدیر خودشون را میپرسیدند، مثلا میخواستن یک کاری بکنند، میرفتن بر مزار، بر اون بتکده، بتخانه، اونجا تیرهایی بود، میگفت که من میخوام بدونم که من این کار را بکنم برای من خیر هست یا خیر نیست. معتقد بود که این بت میداند، این خبر دارد، لذا اگر برای من ضرر باشد این سفر، این تجارت، این ازدواج، این تصمیم، خب اون میگه نکن، اگر ضرر نباشد میگه بکن. لذا تیرهای بودن روی اونها بود افعل یا لا تفعل، مثلا این کار را انجام بده، این کار را انجام نده. لذا هر چی که قرعهش در آمد، تیرش در می آمد، دیگه می گفت همونه. اگر می گفت افعل می کرد. معتقد بود این علم غیب داره و این از آینده من خبر داره. پس این طلب قسمت یک صورتش. این هم شرکه. چرا شرکه؟ چون غیر خدا را عالم الغیب دانستن، از آینده با خبر دانستن و غیره.
بعضی صورتهای دیگه که گفتند اینه که یک حیوانی را میکشتند، مثل شتری مثلا 10 نفر شریک میشدند، اما سهام برابر نبود. سهم یکی نصفش بود، سهم یکی 1/4 بود، سهم یکی کمی بود، یکی ثلث، یکی بیشتر، یکی کمتر. لذا یک سهم 20 کیلو بود، یک سهم 2 کیلو بود. حالا تیرهای اونجا بود که بر اون تیرها و بر اون قرعه ها اونا را می انداختن، سهم هر یکی هر چی افتاد همون. این هم بالاخره حرام است. چرا؟ یکی این که در اون قمار است، پول برابر دادن برای شتر، اما سهم یکی زیاده یکی کم است، برد و باخت، قمار است. و یکی دیگر که از اون رای می گرفتند، از اون کسی که بر مزارش رفته، بر بتش رفته. لذا اینها همه خرافاتی بود که اهل شرک انجام میدادند. الله عزوجل اینها را حرام میگوید. خب حالا رای حل چیه؟ شما میخواهید بدونید که این کار برای شما خوبه یا خوب نیست. برای این نماز استخاره مشروع شده که شما 2 رکعت نماز میخوانید و بعدا دعا میکنید: خدایا تو عالم هستی، من عالم نیستم، تو میدانی، من نمیدانم. الها اگر این کار برای من خیر است مقدر بفرما، چون ما معتقدیم الله عالم الغیب است، خیر و شر به دست او هست، نافع و ضار او هست. لذا خدایا اگر این کار برای من خیر هست، این سفر، این تجارت، این مهم برای من مقدر کن و آسان کن. دعای استخاره همینه. و اگر خیر نیست مرا از این باز بدار و منو منصرف کن و توفیق نده. خب انسان وقتی که استخاره میکنه بعد از اون همت بکند، اگر خیر نباشد خدا جلوش را میگیرد، خدا نمیذاره، چون همه چیز به دست خداست. بنابراین این استخاره است. راههای دیگری که امروز مردم از اون راهها استفاده میکنن، این راهها همه راههای نامشروع و ناجایز هستند. بعضی ها پیش عامل ها می روند، اینایی که از طریق جنات خبر می گیرند، پیش کاهن ها می روند، پیش فالگیر ها می روند. اون فالگیر یه چیز تخمینی میگه، عموما اینها روانشناس هستند، میدونند عموما مردم، روحیات مردم را، یک سری علائم خوب میگن، بعد میگه این کار را بکنی اینقدر نفع. اگر انسان اعتقاد داشته باشه که شرک میشه، اعتقاد داره این از فردا میدونه، این از نفع و ضرر من میدونه، چه فال میگیره به وسیله پرنده‌ای، چه فال میگیره به وسیله دستگاهی، چه فال میگیره به وسیله کتابی، حتی فال از قرآن هم ثابت نیست. بعضی ملاها هم میگیرند یهو قرآن را باز میکنه میگه این کار را، این درست نیست، ثبوتی ندارد. لذا فال گرفتن، از جنی خبر گرفتن، از کسی که ادعای العیاذ بالله غیب دارد انسان از او راه کار گرفتن، اینها همه جزء همین خرافاتن، همین شرکیات هستند. اینها هیچ یکی جایز نیستند. ان تستقسموا بالازلام، بالاخره انواعی بود که اون زمان بود و اون چی که یاد کردم و عرض کردم انواعی هست که امروز هستند. ذالکم فسق، الله می فرماید این فسق کامل است. فسقون تنوین تعظیم است، یعنی فسق بزرگ، فسق کامل یعنی حرام. بعد از اینکه این محرمات و محللات اعلام شدند، حالا الله تعالی می فرماید، این جمله معترضه است: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الان دین شما کامل شد ای مسلمانان، امروز مایوسند، ناامیدند. آنهایی که کفر کردند از دین شما، یهود ناامید است، مسیحی ناامید است، مشرک ناامید است. فلا تخشوهم، از آنها نترسید، بدین عمل کنید. واخشون، از من خدا بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من تکمیل کردم برای شما دین شما را. الله تعالی امتنان می فرماید، منت می فرماید، من دین را برای شما تکمیل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، من نعمت خودم را بر شما تمام کردم. این آیه
در روز عرفات حجة الوداع نازل شد. این کما رواه الشیخان عن عمر عصر یوم الجمعه عرفت حجة الوداع، عصر روز جمعه در عرفه حجة الوداع نازل شد. الله می فرماید ورضیت لکم الاسلام دینا، و من برای شما دین اسلام را دین همیشگی پسندیدم برای تمام جهانیان. لذا بعد از نسخ بقیه ادیان برای تمام انسان ها دین اسلام است. فرقی نمیکنه برای عرب و عجم، برای سیاه و سفید، برای هر قومی این دین تا قیامت دین خداست و دین کامل هست. لذا الله عزوجل این جمله معترضه بود در وسط محللات و محرمات که حالا احکام تمام شدن. حالا ببینید بعضی ها نسبت میدند این را، بالاخره ربط میدهند این آیه را به خلافت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یا مسئله غدیر یا مسائل دیگر. اون چیزی که مسلم است و از اینجا مشخصه، هیچ اشاره به اون مباحث نشده. خدای تعالی آخرین، چون سوره مائده، این آیه در سوره مائده آمده، آخرین احکام را وقتی که نازل فرمود، تمام اون چیزی که قرار بود منسوخ بشه منسوخ شد، تمام اون چیزهایی که قرار بود حلال اعلام بشه حلال اعلام شد، اونی که حرام اعلام شد حرام اعلام شد، آخرین محرمات اینجا بیان شدند. حالا الله تعالی فرمود که دین تکمیل شد، یعنی شریعت تکمیل شد، از نظر حلال و حرام تکمیل شد. لذا معناش دیگه این نیست که الله عزوجل اشاره می کند که الان خلافت هست و امامت هست و چی هست. این بحث حلت و حرمت هست. هر کسی که انصاف داشته باشه و قرآن را مطالعه بکنه، سیاق و سباق را نگاه بکنه، این آیه با اون مسائلی که امروزه مردم ربط میدهن هیچ ربطی ندارد. فمن اضطر، ببین ادامه همون بحث است. بحث حرام بود، اما کسی که مجبور شد داره میمیره، بغیر از همین گوشت حرام دیگه چیزی نیست. فی مخمصه، در مخمسه یعنی در اضطرار، در مجبوری، غیر متجانف لاسم، غیر از متمایل به گناه. منظور از تمایل به گناه چیه؟ یعنی حالت اضطرار باشد، غیر اضطرار نباشد. اگر نخورد میمیرد، پس هم اضطرار باشد و هم برای لذت نخورد، برای دفع گرسنگی و دفع مرگ بخورد، به اندازه‌ای که زنده بماند. اگر این اندازه بخورد غیر مائل لاسم این دو شرط را گذاشتند که هم حالت اضطرار باشد، هم از حد نیاز بیشتر نخورد. فإن الله غفور رحیم، همانا الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. پس ببینید این محرمات بود که اعلام شد. اما بحث صید آمد اونجا. الله عزوجل می فرماید که و اذا حللتم فاصطادوا، از احرام خارج شدید شکار اجازه دارید. برای شکار چه شرایطی وجود دارد؟ اینجا مسئله شکار را که بعضی سوال کردن، بیشتر یکی از صحابه که مسیحی بود و مسلمان شده بود، حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، این فرزند حاتم از حاتم طایی معروف است، آدم بسیار صاحب جود و سخا بود، در زمان جاهلیت بود، قبل از اسلام فوت کرد. این فرزندش مسلمان شد و ایشون شکارچی بود. بیشتر روایت های شکار را ایشون در احادیث روایت میکنه. ایشون از آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیشتر سوال کرد که با چه شرایطی اگر این سگی که ما دنبال شکار میفرستیم یا بازی مرغی که میفرستیم، پرنده‌ای که میفرستیم، با چه شرایطی میتونیم بخوریم؟ اینجا قرآن شرایط را بیان فرمود. چند شرایط هستند. یسألونک ماذا احل لهم، سوال میکنه از شما چه چیزی حلال است برای اونها. ابتدا مطلقاً از
حیوانات و گوشت هایی که حلالن. قل احل لکم الطیبات، بگو حلال قرار داده شده برای شما طیبات. ببینید هر طیب حلال است. هر چیزی که طبع سلیم انسان از اون نفرت ندارد طیب به اون میگند. هر آن چیزی که طبع سلیم از آن نفرت ندارد این حلال است. اما بسیاری از انسانها با آلودگی در گناه و در معصیت و در هر چی خوردن، از بس که خوردند و آلوده شدند طبع سلیم را از دست دادند. حالا گاهی میبینیم تو همین کلیپ ها و فیلم ها بعضی گوشت سگ را با لذت میخوره، میگه چقدر خوشمزه هست بلا نسبت. لذا طبع انسان ها و فطرت انسان ها از کثرت گناه هم چی میشه؟ میگردد. لذت در حلال برای اونها نیست، لذت در چیه؟ حرام است. بنابراین حالا اون طیب را کی مشخص میکنه؟ وقتی که فطرت ها و طبائع خراب شدند قرآن مشخص میکنه، وحی مشخص میکنه. لذا هرچی که الان وحی بگه که حلال است اون طیب هم هست، و بگه حرام هست اون خبیث است و نجس است. پس قل احل لکم الطیبات، بگو حلال است برای شما اون مأکولات پاکیزه. و ما علمتم من الجوارح، و آنچه که شما تعلیم دادید از جوارح. جوارح یعنی چه؟ یعنی زخم کنندگان، جرح. بعضی گفتن این شرط اول است. شرط اوله که حیوانی که شما میفرستید برای شکار، مثلا دو چیز معمولا برای شکار میفرستن، باز و شاهین که این یکی هست پرنده، یا سگ. لذا این جارحه باشد، اونجا بره اون شکار را خفه نکند، او را بدرد، او را زخمی بکند، او را پاره بکند. بعضی این شرط را گذاشتن. اولین شرط چیه؟ زخم. و بعضی میگن جارحه به من کاسبه، اون که برای شما کسبش میکنه، به دستش میارد. خب و ما علمتم من الجوارح، دومی شرط مکلبین، ای مرسلین، شما فرستنده باشید، ارسال کننده باشید. این شکارچی از طرف خودش نره، این شکارچی از طرف خودش نره، بلکه شما بفرستید. این سگ شکاری با شما همراه است. وقتی آهو را میبینیم او را اشاره بکنید، همون لفظی که داره الفاظشون مخصوص است، بگیر او را. وقتی که بگی بره به طرفش، یعنی شما بفرستید. یا شما باز را چی کنید؟ شاهین را رها کنید، برو بگیر، اون بره بگیره. مکلبین، این شرط دوم هست. شرط سوم تعلمونهن مما علمکم الله، او را تعلیم بدید بر اساس تعلیمی که خدا به شما داده. یعنی آموزش دیده باشد، نه یک سگ مال گله باشد، مثلا که اون سگ گله سگ چی نیست، سگ شکار نیست. او را مثلا شما تعلیم بدید. حتی از بعضی از صحابه روایت هست که یکی از علائم تعلیم اینه که وقتی گفتی برو بره، وقتی گفتی برگرد شکار را ببیند و برگردد. حتی شاهین را وقتی که میفرسته میره با صدای میزنه برگرد، اون شکار را میبیند، ولی وقتی صاحبش میگه برگرد برمیگرده. این علامت چی هست؟ تعلیم هست. فکلوا مما امسکنا علیکم، بخورید از آن چیزی که امسکنا علیکم، برای شما نگه داشتند. شرط سوم اینه که بالاخره برای شما، بعضی گفتن نه این شرط خب این باید نگه دارد. شرط چهارم واذکروا اسم الله هست، نام خدا را گفتن هست. لذا بخورید از آن چیزی که نگه میدارم برای شما، یعنی نخورند خودشون. شرط اینه خودشون نخورند، ولو گرسنه باشه، هر چی شما دادی بعدم بخوره. پس
شرط دیگر امساک هست. واذکر اسم الله علیه، شرط چهارم یا بعضی شرط پنجم گفتند نام خدا را بر اون گفتن هست. بسم الله الله اکبر هست. این نام خدا هم شرط است، باید گفته بشه. لذا الله عز و جل میفرماید واتقوا الله. این نسخه عمل است. اینجا تقوا خیلی لازمه. بعضی وقتا مردم زحمت میکشند و حالا شرایط با چه زحمتی شکار میکنند، حالا شرایط اینجا دیده نشده، نباید بخوری، حالا رعایت نمیکنه، میگه این همه خودم را زحمت دادم، بعد میخوره. نه، واتقوا الله، از خدا بترس. اگه شرایط حلت بود بخور، نبود نخور. ان الله سریع الحساب، الله عز و جل بسیار زود حساب گیرنده هست. خب اینها از محللاتند، برای شما حلالند. غیر از اینها چیزهای دیگه هم حلالند. اليوم احل لكم الطیبات، طیبات را توضیح داد. امروز حلال قرار داده شده برای شما مالهای پاکیزه. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، طعام آنهایی که کتاب داده شدند حلال هستند برای شما. منظور از طعام ذبیحه هست، ذبیحه اهل کتاب، یهود و نصارا. حالا بعضی میگه اهل کتاب به شرطی که شرک نکنند. البته این شرط اضافی هست، شرط درستی نیست، به دلیل اینکه همون زمان هم شرک میکردند. مگر امروز ما بر علیه عقیده تسلیس نخواندیم؟ همون زمان قائل به شرک به سه تا خدا بودن. بازم خدا میگه که طعامشون چی است؟ حلال است. پس اهل کتاب به شرط اینکه پایبند کتابشون باشند، به شرط اینکه متدین به کتابشون باشند. لذا اونها ذبیحهشون حلاله. چرا؟ هم ذبیحهشون هم منکوحهشان، یعنی زنشون را کسی میخواد ازدواج بکند، به دلیل اینکه بالاخره کتاب برای انسان حد و مرز میگذاره. کسی که تقید به کتاب داشته باشد حلال و حرامی میشناسد. عرض کنم که نجس و طیبی میشناسد. و کتاب ها بغیر از اون چیزایی که تحریف کردن بالاخره مسیر درستی هست. به این خاطر اون زنش هم چیه؟ زنش پاک و ناپاک، محرم و نامحرم سرش میشه. بالاخره راه مشروع نامشروع میشناسد. او میتواند که امانت شوهرش را چی کند؟ حفظ کند. به این دلیل هست که کسی که بیدین هست، تقید به هیچ کتاب و دینی ندارد، اون نه حلال است ذبیحهش، نم زنش دخترش را کسی ازدواج بکند. اما اهل کتاب بله. حالا علمای ما، بعضی از مفسرین که در زمان ما تفسیر نوشتن، معاصرین، اینها میفرمایند اینا اهل کتابی که به خدا ایمان دارن، به کتابشون ایمان دارن، تقید دارند. بسیاری از اروپایی ها و آمریکایی های امروز را این بزرگان که تحقیق کردند فقط اسمشون مسیحی هست. اینها مثل بقیه کمونیست ها اعتقادی به خدا ندارند. به همین خاطر هیچ حد و مرزی برای حلت و حرمت نمیشناسند. زنهایشون آواره هستند، هر روزی هر ماهی با یکی هستند. لذا اینها میفرماید که نکاحشون درست نیست. علی ای حال و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام کسانی که کتاب داده شدند یعنی ذبیحهشون حلال است. و طعامکم حل لهم، مذبوحه شما برای اونها حلال است، یعنی اونها میخورند. والمحصنات من المؤمنات، و همچنین برای شما حلال است که شما ازدواج کنید زنهای پاک دامن را. محصنات ما سه معنا خواندیم، یکی پاک دامن، یکی حره. بالاخره هر دو مراد هستند. زنهای حره و پاک دامن از مؤمنات، و همچنین پاک دامن من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب. من قبلکم، اونایی که قبل از شما اهل کتاب. این من قبلکم را بعضی از علما میگویند که این سری هست، چون که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه کتاب نازل نشده. حالا اگر قادیانی، چون قادیانی میرزا غلام احمد قادیانی ادعای نبوت هم داره و معتقد است من کتاب هم از طرف خدا به من داده شده، کتابی هم داره، حالا اینا اهل کتاب حساب نمیشوند. نکاح قادیانی، نکاح اینایی که بعداً ادعای نبوت کردند و کتاب دارند، اینها نکاح اینها درست نیست.
اینها همون غیر اهل کتاب هستند. اونایی که قبل از شما یعنی کتاب آسمانی دارن که قرآن اون کتاب را تایید میکنه. پس اینها را نکاح کنید. اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که مهر اونها را دادید، محسنین غیر مصافحین. دو شرط اینجا گذاشته. یکی هدف شما چی باشد؟ احسان و پاک دامنی. غیر مصافحین، احسان این است که غیر مصافحین، بغیر از اینکه شما علنا علیاذ بالله راه الزنا را و بی عفتی را بگیرید، ولا متخذی اخدان، و نه اینکه به صورت عرض کنم باطنی و به صورت مخفیانه کار نامشروع بکنید. متخذی یعنی گیرندگان اونها به عنوان دوست. دوست چی؟ مخفی. یعنی ارتباط علنی نامشروع یا ارتباط مخفیانه هیچ کدوم از اینها جایز نیست، بلکه نکاح فقط جایز هست. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. حالا سوال اینجاست، آیا اهل کتاب بر حق است؟ از این آیات معلوم میشه بر حق است. هم ذبیحش حلاله، هم دخترش ازدواجش حلاله. الله تعالی اینجا دفع شبهه می کند، جواب سوال میده، دفع دخل مقدره. نه خیر، اینها یه وقتی مؤمن بودن، الان که رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و کفر کرده به ایمان، به مذهب اسلام، هرچی عمل هست برباده. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. به ایمان و به اسلام که کسی کفر بکند عملش باطل است و هو فی الاخرة من الخاسرین. این انسان در آخرت از زیانکاران است. یعنی این ناجی نیست، این موفق نیست، این باطل است. کسانی که میگن که وحدت ادیان همه اینها ناجی هستن، نه خیر. هر کسی به رسول الله ایمان نیاورد اعمالش برباد، در آخرت زیانکار. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. این بیان امر مصلح است. در میان احکام و بقیه دستورات بحث نماز میآید. اینجا الله تعالی نماز را و مقدمه نماز را که وضو و طهارت هست مطرح می فرمایند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا قمتم الى الصلاة، وقتی که برخاستی برای نماز، یعنی اراده نماز داشتید، قبل از نماز الطهور شطر الایمان، الطهور مفتاح الصلاة، کلید نماز پاکی هست. پس فاغسلوا وجوهکم، الله عزوجل 4 فرض ذکر میکنه برای وضو. یک، بشورید چهرهایتون را، و ایدیکم الی المرافق، و دستهایتان را تا آرنج، که آرنج ها را هم شامل میشه. و امسحوا برؤوسکم، و مس کنید سرهایتون را، یعنی بخشی از سرهایتون را که حداقل 1/4 هست. و ارجلکم، عطف است بر وجوه، و بشورید پاهایتون را الی الکعبین، تا شتالنگ ها. خب حالا و ارجلکم، بعضی میگویند که مسح پاها، چون که در کنار رؤوس آمده. اگر مسح پاها بود، خب عرض کنم که و ارجلکم قرائت خوانده میشد. گرچه قرائت ارجلکم هست، اما قرائت معروف و مشهور چیه؟ ارجلکم هست. وقتی که ارجلکم هست، پس میشه فاغسلوا وجوهکم و ارجلکم، عطف بر وجوهکم میشه. بشورید چهرهایتون را و پاها را. حالا شما سوال میکنید که خب چرا وقتی که شستن پاها است چرا بعد از وجوه نیاورد، بعد از مسح سر؟ چون ترتیب را ذکر میکنه. ترتیب همینه، ترتیبی که هم خدا فرموده، هم رسول الله بر این ترتیب عمل کرده. اول چهره، اول عرض کنم چهره هست، بعدا شستن دست ها هست، بعدا شستن مسح سر است، بعدا شستن پاها هست. به این خاطر در آخر این را ذکر کرد. اما و ارجلکم عطف بر وجوهکم. اگر ارجلکم اون قرائت را ما اعتبار بکنیم، اون وقت بعضی از عرض کنم که مفسرین میگویند این جرش به خاطر جوار رؤوسکم است، یعنی وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم.
سرها را مس کنی و پاها را بشوری. ولی ارجلکم خوانده میشه به خاطر جر برای جوار است، جر به خاطر همسایگی هست، به این معنی هست. و بعضی میگویند که در صورت مس هست خدای تعالی هر دو قرائت هستند. در صورت مس هست که موزه باشد و در صورت غسل است که پاها بدون موزه باشد. پس و ارجلکم در صورت چیه؟ در صورت که انسان موزه نداشت، و ارجلکم در صورتی هست که موزه داشته باشه. در اون صورت انسان چی میکنه؟ مس میکنه. حالا بعضی میگه این تکلف هست، شما چرا چی میکنید؟ اصرار میکنید که باید پاها مس نشه، شسته بشه. حالا اون دلایل عقلیشون به جای خود، که ما به سمت دلایل عقلی نمیریم، بیشتری نیاز برای پا هست که پا کثیف میشه. اما عرض به خدمت شما در احادیث زیادی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار توبیخ و سرزنش فرمودند اونهایی را که بخشی از پاهایشون خشک مونده، نه اینکه پا را مس کردن. اون زمان کسی مس نمی کرد. احادیث زیادی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون پاها را وقتی که موزه نداشتن شستند، صحابه همه می شستند. بر این اجماع هست. و دیگه این که آن حضرت صلی الله علیه و سلم کسی که آمد وضو گرفته بود، پاهایش را شسته بود، اما این پشت پا، کوز پا به اصطلاح یک مقداری خشک بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ویل للاعقاب من النار، و در بعضی روایت هست ویل للعراقیب من النار. وای و هلاکت برای این پشت پایی که خشک است و آتشی را می سوزاند. این وعید هست. منظور یک تکه را که خشک هست چنین وعیدی برش بیان میشه، کل پا خشک بشه و مس بشه، پس چه وعیدی هست. بنابراین در احادیث تاکید شده، اجماع هم هست، عمل رسول الله هم هست، قرائت مشهور هم هست. بنابراین و از نظر عقلی که دلایل مختلفی هست که پاها حتی شستنش نسبت به اعضای دیگه مهمتر هست، لازمتر هست. و جاهایی که پاها شسته نمیشه ببینید که مسجد فرش ها چه وضعیتی دارد. لذا پاها شسته بشه. و این کنتم جنوبا فطهروا، اما بعد از وضو فریضه غسل. اگر جنوب بودید پس خوب طهارت کنید. مبالغه است. خوب طهارت کردن به معنی چی است؟ غسل کردن است. فطهروا طهارت کبرا مراد است، طهارت غسل. و این کنتم مرضی، خب پس وضو و غسل آمد. حالا جایگزین هر دو، وقتی که آب نباشد، انسان در سفر است. بحث سفر آورده، بعضی فکر میکنند که در حضر تیمم جایز نیست. نه خیر، چون معمولا نبود آب در سفر پیش میاد، ولی گاهی میشه در حضر در روستا هم آب نباشد، پس اونجا هم تیمم جایزه. لذا جایگزین غسل و وضو هر دو یک تیمم است. در چه صورتی تیمم جایز است؟ با این شرایط. و این کنتم مرضی، اگر شما مریض بودید، چنان مریضی که برای شما هم وضو مشکل است، هم مثل کسانی که زخمی میشن، این تصادفات، این اتفاقات پیش میاد، نمیتونند آب استفاده کنند. او علی سفر، یا بر سفر بودید که آب اونجا نبود، یا در حضر بودید و آب نبود. او جاء احد منکم من الغائط، یا یکی از شما از وضوخانه، از قضای حاجت آمد. او لامستم النساء، یا نزدیک زنها رفتید و دست زدید. دست زدید منظور چیه؟ بر اساس فهم ما یعنی مجامعت، همخوابی. فلم تجدوا ماء، نیافتید آب، نیافتید آب نبود، چیکار کنید؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پس قصد کنید خاک پاکیزه. صعید میگویند خاک سطح زمین را. لذا خاک و هر چیزی از خاک باشد، ماسه هست، ریگ هست، سنگ هست، اینا همه تیمم صحیح هست. وقتی که تیمم میکنید فمسحوا، بعضی گفتن علامت غیر خاک
این هست که سوزانده بشه. هر چیزی که سوزانده میشه اون چی هست؟ اون خاک نیست. مثلا چوب سوزانده میشه، آتش میگیرد، پارچه آتش میگیرد، درخت آتش میگیرد و خیلی چیزهایی که در آتش قرار میگیرند مثل گچ، احک، اینها از کوره میاند. آجر مثلا خش جایزه تیمم، اما آجر که عرض به خدمت شما تو کوره رفته، اینها نه. هر چیزی که تو کوره و آتش گرفته جایز نیست. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. پس مس کنید. دو تا رکن هستند، یکی مس برای چهره، یکی مس برای دست ها از همان خاک. ببینید حکمت این شرائع چی هست. الله عزوجل میفرماید حکمت این است خدا میخواد برای شما آسانی بیاره. چقدر خدا آسان فرموده. اگر مشکل آب استفاده کنی، پس خاک یک اشاره بکن. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. الله نمیخواهد، اراده ندارد قرار بده برای شما هیچ نوع حرج و تنگی، ولکن یرید لیطهرکم. اما الله میخواد شما را پاک بگرداند. ولیتم نعمته علیکم، و تا که نعمتش را بر شما تکمیل کند. لعلکم تشکرون، تا شما بندگان چی باشید؟ شاکر باشید. لذا همه این احکام و بعضی یک حکم عزیمت است، یکی دیگه رخصت است. مثلا وضو گرفتن، غسل کردن عزیمته، تیمم کردن چیه؟ رخصته. روزه گرفتن عزیمت است، فدیه دادن رخصت است. اینا را الله تعالی آسانی برای شما. الله میخواد نعمت دین بر شما تکمیل بشه، شما هم بندگان سپاسگزاری باشید. شکر میخواد این نعمت ها و این آسانی که الله برای ما آورده. واذکروا نعمت الله علیکم. لذا این همه نعمت یاد شد. این که خدا برای ما حلال را حلال کرد، حرام را حرام اعلام کرد، این نعمت است. این که خدا برای ما دین اسلام را ذکر کرد، اینا همه نعمت هستند. لذا الله تعالی بعد از این احکام میفرماید اینا نعمت قدردان باشید. واذکروا نعمت الله علیکم. یاد کنید نعمت الله را که بر شماست. و میثاقه الذی، و یاد کنید اون پیمان خدا را، اون پیمانی که واثقکم به، پیمان بسته با شما به آن پیمان. کدوم پیمان مراد است؟ صبح یک بحثی کردم درباره پیمان. تمام این پیمان ها میتونه باشه و بسیاری از مفسران میگن اصل پیمان پیمان اسلام است. چگویم لا اله، چگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را، یا از کنم مقتضیات لا اله را. یعنی لا اله که خواندی، لا اله برای شما تعهد ایجاد میکنه. آقا الان لا اله که خواندی، حلالی داری، حرامی داری، عبادتی داری و محرماتی داری، یک سری تعهداتی. پس مراد از پیمان، پیمانی که ما با اسلام آوردن با خدا بستیم. وقتی گفتیم لا اله الا الله، خدایا هیچ معبود بجز تو نیست، پیمان بستیم با خدا که خدایا هر چی که تو گفتی به وسیله محمد صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله، و محمد به من رسونده، به همه عمل میکنم. این پیمان است. پس میشه کل دین. چیه؟ کل دین. اما از حقوق الله، حقوق العباد، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، حقوق غیر انسان ها. پس الله تعالی میفرماید و میثاقه الذی واثقکم به، اون پیمان را یاد کنی که خدا با شما بسته. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، زمانی که شما گفتی به وقت التزام، چه در وادی الست، چه همین که ایمان آوردید، شنیدیم و اطاعت کردیم. واتقوا الله، از خدا بترسید، عمل کنید. ان الله علیم بذات الصدور، همانا الله داننده رازهای سینه ها هست. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط. حالا از اون پیمان ها
بعضی مربوط به حقوق الله هستند، در اینجا یاد می کند ای مؤمنان شما باعث شید قائم کنندگان خدا. خدا یعنی چی؟ یعنی حقوق الله. حقوق الله را به جا بیاورید، تمام دستورات خدا را شما یک به یک به جا بیاورید. شهداء بالقسط، در حالی که درباره حقوق العباد گواهان به عدلی باشید، گواهان به انصافی باشید. اونجا گواهی. پس اینجا ببینید دو چیز، هم حقوق الله آمد هم حقوق العباد. درباره حقوق الله کونوا قوامین لله، درباره حقوق العباد شهداء بالقسط، گواه با انصاف باشید، ظلم نکنید، اونجا پارتی بازی نکنید. لذا اگر با کسی عداوت شخصی داری، این عداوت شخصی باعث نشه که از حق بگذری. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، شما را تحریک نکند بغض قومی، عداوت قومی، علی الا تعدلوا، در این که عدالت نکنید، از عدالت سرپیچی کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، شما عدالت کنید، این عدالت برای تقوا قریب تر است. واتقوا الله، از الله بترسید. ان الله خبیر بما تعملون، این نسخه تقوا است، همانا الله خبر داره به آنچه که شما عمل میکنید. خب پس بیایید و هم حق الله را ادا کنید، هم حق العبد را ادا کنید. معنی آیه همین بود. اگر این کار را کردید، اگر به حقوق الله پایبند بودید، به دستورات خدا پایبند بودید، ایمان شما خوب بود، عمل صالح شما، پس برای شما این مژده هست. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعده فرموده الله عزوجل، این بشارت است، وعده فرموده الله عزوجل آنهایی را که آمنو، ایمان آوردند، عقیده درستی را انتخاب کردند، و عملوا الصالحات، اعمال صحیح را انتخاب کردند، عمل صالح انجام دادند. وعده به چی؟ لهم مغفرت و اجر عظیم، برای آنها بخششی است از جانب الله، تمام گناهانشون پاک، و اجر عظیم، اجر بسیار عظیمی است، بهشت برین. والذین کفروا، اون بشارت بود، این تخویف. اما کسی که نه حق خدا را ادا میکنن نه حق بندگان خدا. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنهایی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، این گروه اهل جهنم هستند، اینا جایگاهشون در جهنم هست. لذا این نتیجه عمل کردن و پشت دادن. بعدم برمیگردیم به موضوع گذشته. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. اول این عرض کنم که آیات خواندیم واذکروا نعمت الله علیکم. الله عزوجل فرمود که نعمتها را یاد کنید. الانسان عبید الاحسان، نعمت را وقتی یاد میکنید خدا را اطاعت کنید. یاد کنید میثاقی که با خدا بستید. اون میثاق چی؟ اطاعت خدا، فرمان بردن از خدا، فقط فرمانبری خدا. بعد از این الله تعالی بعضی نعمتهای خاص را ذکر میکند. بالخصوص شما مسلمانان، کفار میخواستند شما را تار و مار کنند، نابود کنند، ولی خدا چقدر لطف کرد، دست اونها را قطع کرد. حالا اشاره به کدوم جریان داره؟ وقتی که بیاید شأن نزول ها را نگاه کنید در تفسیر ابن کثیر و تفسیر در منصور، اینقدر روایت ها میبینید که سرگردان میشید. لذا همه اینها درست، همه اون الطاف و احسانات الهی چی هستند؟ شأن نزول. مثلا یک داستان این هست، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میفرماید، دیروزم عرض کردم برای شما، که مشرکین تصمیم گرفتند حمله بکنن به مسلمانان در مقام عصفان. بعد از نماز ظهر متوجه شدن نماز تمام شده، افسوس خوردند، چه فرصت طلایی را از دست دادیم. اینا که وارد نماز بشند از این دنیا به اون دنیا میرند،
بهترین فرصت بود، می توانستیم از بین ببریم. گفتن خب جوش نزنید، یه عصری میاد دوباره همون نماز میخونن. گفتن خوب، آماده باش. قبل از اینکه عصر بیاد خدای عزوجل نماز خوف را چی کرد؟ مشروع فرمود. بعضی میگن اشاره به این داستان هست، بعضی میگن اشاره به اون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم زیر درختی خوابیده بودن، صحابه همه داشتن استراحت میکردن، یه مشرکی آهسته آهسته آمد به رسول الله رسید، شمشیر آویزان بود، شمشیر را گرفت، شمشیر خود پیامبر را از نیام بیرون کرد، از نیام بیرون کرد. گفت که من یمنعک منی، کی میتونه الان تو را از من نجات بده؟ رسول الله با قوت و با احساس فرمود الله. تا الله فرمود دستش لرزید و شمشیر از دستش افتاد. پیغمبر خدا دستش را، البته تو بعض روایت هست صحابه تهدید کردن، ترسید. رسول الله شمشیر را گرفت، فرمود که من یمنعک منی، الان کی تو را از من مانع میشه؟ او به تضرع افتاد، گفت که بالاخره کن خیر آخذین، تو گیرنده خوبی باش، با من بد رفتاری نکن، اشتباه کردم، اشتباهش را قبول کرد. حالا ببینی خدای عزوجل چطور شما را نجات داد. بعضی گفته این جریان، بعضی داستان های دیگه در عرض کنم غزوه خندق هم تمام آمدن که کار را یکسره بکنن، مدینه را صاف بکنن، پاک بکنن، به گمان خودشون از وجود مسلمانان. الله نجات داد. چطور بعد از یک ماه طوفان آورد و اونا را تار و مار کرد. همه این جریانات. لذا بهتر آیه را بر یک داستان خاصی منحصر نکنیم. امروز شما ببینی خدا بر ما چه لطفی کرده. ما مسلمانان حالا یکی که در مقایسه با کفار امروز همه امکانات را دارند، بمب اتم و تسلیحات پیشرفته در اختیار اونها است، همه چیز در اختیار اونها است، ولی الله عزوجل جلوی اونها را گرفته. یا بعضی ضعفا و مظلومین که در یک منطقه در اقلیت هستند، اون اکثریت همیشه سعی میکنه که هیچ اثری نمانه، ولی خدا دستشون را کوتاه میکنه، نه همیشه توفیقشون نمیده. هر چی که اونها میخواهند بیشتر منزوی بکنند، اینا چی میشوند؟ بیشتر خدا رشد میده، تقویت میکنه. لذا الله عزوجل این لطفش همیشه بوده و همیشه با اهل حق و با اهل دین خواهد بود. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله، ای مؤمنان یاد کنید نعمت الله را علیکم بر شما. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، زمانی که قصد کرد، اراده کرد قومی از مشرکین، ان یبسطوا الیکم ایدیهم، این که دراز بکنه، بلند کنه به سوی شما دستهایشون را، فکف ایدیهم عنکم، الله عزوجل باز داشت دستهای اونها را از شما. واتقوا الله، از الله بترسید، از الله پروا داشته باشید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل بکنن مؤمنان. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، میرسه به بحث بنی اسرائیل. حالا خدمت شما ربط را بیان بکنم، مناسبت را. قبل از این خداوند ما مؤمنان را خطاب کرد که شما واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، نعمت خدا را بر خودت یاد کن و پیمانی که با خدا داری، به اون پیمان پایبند باش، پیمان شکن نباش، مسلمان عهد شکن نباش. حالا خداوند نمونه عهد شکنی بیان میکنه. نمونه عهد شکنی چیه؟ قوم یهودی پیمان شکست، چطور ذلیل شد. تا به امروز ذلیل هست یا نیست؟ پس عبرت بگیر از نتیجه و عاقبت یهود، چه کار بکن؟ عبرت بگیر. پس این نمونه اول نقض عهد. چندین نمونه خدا بیان میفرماید. ولقد اخذ الله، همانا الله عزوجل گرفت میثاق بنی اسرائیل، پیمان بنی اسرائیل را الله گرفت از اونها. و بعثنا منهم 12 نقیبا، ما تعیین کردیم از آنان
برانگیختیم یعنی تعیین کردیم از آنان 12 تا نقیب. نقیب یعنی کبیر القوم، نماینده قوم، یعنی سردار. 12 تا سردار و نقیب ارز کنم که نماینده. وقال الله انی معکم. حالا ببینید اون پیمان چیه؟ پیمان از طرف خدا. خدا فرمود من با شما هستم. با شما هستم به چه معنا؟ یعنی در هر میدانی پشت سر شما هستم، شما را کمک میکنم، پشتیبانی میکنم، حمایت میکنم. شما چه کار کنید؟ ببینید بنی اسرائیل نکرد، حالا شما امت محمد انجام بدهید. الله فرمود لئن اقمتم الصلاة، اگر نماز را برپا داشتید، و آتیتم الزکات، زکات دادید، اعمال و عبادات جانی و مالی، و آمنتم برسلی، و ایمان آوردید به رسول و پیامبران من، و عزرتموهم، و آنها را یاری رساندید، آنها را کمک کردید، و اقرضتم الله قرضا حسنا، و قرض دادید به الله، قرض حسن دادید. ببین اقرضتم الله قرضا حسنا غیر از اون چی هست؟ زکات است. این بقیه صدقات. مسئله زکات فرق میکنه با من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. این تطوعات هست، صدقات مالی هست. اما قرضا حسنا، بسیاری از بزرگان و اهل تفسیر ما میگویند که حسنه هر جا آمده، حسن اشاره به اخلاص است. بعضی میده که مردم ازش تعریف بکنند. یک جا میگه که 100 میلیون دادم به نام خدا، مسجدی درست کردم. هر جا جار میزنه. لذا این حسنم باشه. حسن یعنی چی؟ اخلاص باشه. و اقرضتم الله قرضا حسنا. این کارا رو شما بکنید، هم ایمانیات آمد، هم اعمال آمد، هم اخلاق آمد. بالاخره همدردی اخلاقیات است. لأکفرن عنکم سیئاتکم. من خدا چه کار میکنم؟ من که با شما هستم یعنی چه؟ یعنی کفاره میکنم از شما سیئات شما را. ولادخلنکم جنات تجری، البته که داخل میکنم شما را در جناتی که جاری است از زیر درختهاش نهرها، یعنی دنیا و آخرت شما را آباد میکنم. اما فمن کفر بعد ذلك منکم، هر کسی کفر کرد بعد از این از شما، فقد ضل سواء السبیل. کفر کرد یعنی نقض العهد، او گمراه شد و بیراه شد از راه راست. اما الان سوال اینجاست، یهود چه کار کردند؟ قرآن میگه یهود نقض کردند، یهود پیمان شکستند. ای مسلمان تو مثل یهود نباش. پیمان را شکست، نتیجه شکستن پیمان را ببین چی بود. نتیجه پیمان الله تعالی لعنتش کرد و الله تعالی دلش را سنگ کرد، یعنی از ایمان و هدایت برای همیشه چی شد؟ محروم شد. الله می فرماید فبما نقضهم میثاقهم، بسبب نقض آنها پیمانهای خودشان را، لعناهم، ما اونها را لعنت و نفرین کردیم، از رحمت خودمون بدور کردیم. و دوم وجعلنا قلوبهم قاسیه، ما قرار دادیم دلهای اونها را سخت سنگ، دلشان سنگ شد، دیگه دل تکان نمیخورد، به سوی خدا رجوع نداشت. این به سبب پیمان شکنی. خدا نجات بده. انسان اگر پیمان را بشکند، اثرات سوء بر روح و روان، بر ظاهر و باطن انسان قرار میگیره. انسان سنگ دل میشه. اون وقت انسان نسبت به کتاب خدا هم بیادب و بی‌پروا میشه. حالا ببینه نتیجه این لعنت و سنگدلی، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات کتاب خدا را، تورات را تحریف و جابجا میکرد از مواضعشان. و دیگه و نسوا حظا مما ذکروا به، و فراموش کردن سهمی را، حظ بزرگی را، یعنی بخش اعظمی را از آنچه که تذکر داده شده بودند، یعنی تعلیمات الهی را فراموش کردند. نسیان تعلیمات الهی، این اثر چی هست؟ همون لعنت و نفرین خدا، که کلمات را هم
حتی کلمات کتاب خدا را جابجا کردند و تعلیمات خدا را فراموش کردند و دیگه همیشه در خیانتند، زندگیشون با خیانت میگذرد. دیگه کسی که عهد شکن باشد دیگه خائن هم میشه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، همواره شما مطلع میشید بر خیانتی از اونها. على خائنة منهم، بر خائنه از اونها، یعنی خیانت خائنی از اونها. ببینید شما الان تاریخ یهود را مطالعه بکنید، با همه انبیاء خیانت کردند. موسی را اذیت کردند، هارون را اذیت کردند، سیدنا عیسی را به گمان خودشون اعدام کردند، داوود را، سلیمان را جادوگر گفتند، انبیا را شهید کردند، زکریا را، یحیی را، یسعیا را، یرمیا را. اینها تمام تاریخشون تاریخ چی هست؟ مملو است خیانت است. و بعد از اون بر علیه رسول الله چی کردند؟ ضربه‌ای که یهود زده و کاری که یهود کرد و هنوز داره میکنه، شب و روز هم مغمش چیه؟ ضربه زدن به مسلمانان. این یهود دیگه قابل اعتماد برای رابطه و برای دوستی نیست. لذا الله می فرماید ولا تزال تطلع على خائنة منهم، بر خیانتی از اونها، الا قلیلا منهم، همون اندک را الله استثناء میکنند. همه مثل هم نیستن، 5 انگشت یکسان نیستن، مگر تعداد اندکی از اونها. لذا فاعف عنهم واصفح، حالا فعلا دستور جهاد نیست، معاف کن و درگذر باش. ان الله یحب المحسنین، همانا خدای عزوجل محسنین را دوست دارد، نیکوکاران را و درگذر کنندگان را. و من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، این نمونه اول نقض عهد بود. ببینید نقض عهد چقدر باعث گمراهی و بدبختی دنیا و آخرت شد. نمونه دوم را میخوانیم. نمونه دوم نقض عهد از سوی کی هست؟ مسیحیان. اون یهودیان بود، این مسیحیان. و من الذین قالوا انا نصارى، آنهایی که گفت، از آنهایی که گفتن ما نصرانی هستیم. حالا مسیحیان را چرا نصارا میگویند؟ چون که اونها خودشون را ناصر دین خدا گفتند. به این خاطر قال الحواریون نحن انصار الله، به این خاطر اینها را میگن نصارا. ادعای نصرت دین خدا را میکنند، در حالی که الان نصرت دین خدا نمیکنند، الان تخریب دین خدا، چون شرک میکنند. به این خاطر الله میفرماید قالوا، یعنی نکردند، زبانا گفته انا نصارا اخذنا میثاقهم، از اونها هم ما پیمانشون گرفتیم. اما اونها بخش اعظم آنچه که تذکر داده شدند فراموش کردن. فنسوا حظا مما ذکروا به، فراموش کردن بخش اعظمی از اون چیزی که تذکر داده شده بود. ببینید بخش اعظم پیمان چی بود؟ ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا. الان شما خواندید این مسیحیان هم چی بودند؟ بنی اسرائیلی بودند. نه، آمنتم بی و برسولی، ایمان به خدا. اینا هر دوتا را، اینها را چی کردن؟ نقص کردند. ایمان به خدا یعنی به توحید من، به یگانگی من، چندین خدا درست کردند، فراموش کرده یعنی نکردند. ایمان به رسول من، رسول الله که آخرین رسول و خاتم الرسول هست، رسول الله، به رسول الله چی کردند؟ کفر کردند. پس فنسوا حظا مما ذکروا به، بخش اعظمی از اون چیزی که تذکر داده بودند. حالا حظا مما ذکروا به، تفسیر قرطبی نوشته که فی التوحید والایمان بمحمد، توحید و ایمان به محمد، اذ هو مکتوب فی الانجیل فنزوا حظا وهو الایمان بمحمد ای لم یعملوا بما امروا به. پس ایمان به محمد را عمل نکردن، ایمان به خدا را هم، توحید را هم به جای توحید شرک کردن.
بعد نتیجه چی شد؟ الله می فرماید فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، ما واقع کردیم بین آنها عداوت و بغض را تا روز قیامت. تا روز قیامت بین مسیحیان عداوت و بغض هست. سوال اینجاست که خب این عذاب مال همه ادیان است، در تمام ادیان اختلافات است. در میان مسلمانان اختلافات نیست؟ هست. در میان یهودیان هم هست، خود در میان مسیحیان هم هست. نه، اگر شما بررسی بفرمایید، دقت بفرمایید، اختلافی که در میان مسیحیان است در میان هیچ قومی نیست. حالا اختلافات مسلمانان، اولا در میان مسلمان اونچنین اختلافاتی نیست، فقط در رابطه با تاریخ بعضی چیزها و اصل درباره اصل توحید و رسالت و قیامت نباید اختلافاتی باشد. اگر کسی قبول داشته نباشد توحید و رسالت و قیامت رو، مسلمان نیست دیگه. نمیتونیم بگیم مسلمان است و با مسلمان اختلاف ندارد. اما یک سری اختلافات تاریخی هست، یک سری اختلافات فقهی هم در میان مسلمان. اینا اختلاف نیست، اینا اجتهاد هستند. یکی شافعیه، یکی حنفیه، یکی برداشتش اینه، یکی اونه. اینا اختلاف نیستند. اختلافی که بین مسیحیان هست اختلاف در اصولشون هست. اختلاف اصلا درباره تعداد خدا هست. اختلاف درباره چی هست؟ تعداد خدا. از این اختلافی میتونه درشتر باشد، گنده تر باشد. بعضی میگن که خدا یکی هست، خدا یکی هست ولی به دو شکله. در آسمان ها به شکل الله هست، در زمین به شکل عیسی هست. پس عیسی و خدا یکی هست. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. این گروه اعتقاد به عینیت دارد. اعتقاد به چی دارد؟ خدا عین عیسی است، عیسی عین خداست. یک گروه دیگه میگه نه، سه تا خدا هست. ببین این اختلاف خیلی زیاد است. سه تا خدا هست. یکی خداست، باز در تعیین سه تا اختلاف است. یکی خداست، یکی مسیح عیسی است و یکی مریمه. بعضی یکی دیگه میگن روح القدسه. بعد درباره روح القدس حقیقتش چیه؟ بعضی میگن این روح القدس عیسی یکی است، بعضی میگن روح القدس مریم یکی است، بعضی میگن غیر از این هست. پس اینها همینطور درباره همون خدا سرگردانند. نسخه های انجیل هم چندین نسخه هستند، معروف ترینشون 4 تا هستند. لذا ان اقسام مسیحیان زیاد هستند الله و اختلافاتشون هم بسیار عمیق است، مثل اختلافات بقیه مذاهب نیست. الله می فرماید فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. بین آنها عداوت و بغض تا روز قیامت گذاشتیم. حالا این عداوت و بغض هیچ وقتی تمام نمیشه. اینا نمیتونن با هم متحد بشن. دو تا مسلمان با هم دیگه راحت متحد میشن. آقا بیا کنار هم نماز بخونیم، تو اونجور بخون من اینجور میخونم، هر دو عبادت خدا میکنیم. ولی اینا درباره خدا اختلاف دارند، این دیگه حل نمیشه. و سوف ینبئهم الله بما كانوا یصنعون. ان قریب خدا خبرشون میده به اون چیزی که اونها انجام میدادن. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. بعد از اینکه 2 تا نمونه از عهد شکنی را خداوند بیان فرمود که چه بدبختی های برای اونها به بار آورد، حالا الله عزوجل ترغیب میده اهل کتاب را. ترغیب به سوی چی؟ به سوی دعوت و به سوی ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله می فرماید یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ای اهل کتاب، پیامبری آمده، چنان پیامبری که بیان میکنه و توضیح میده بسیاری چیزایی که شما از کتاب مخفی کردید، بسیاری از مسائلی که شما کتمان کردید.
شما تحریف کردید، شما مخفی کاری کردید، همه اون گندهای شما را برملا میکنه، همه را ظاهر میکنه. اونایی که لازم هستند و یعفو عن کثیر، خیلی چیزهای دیگر را این پیغمبر چی میکند؟ نادیده میگیرد. لذا بیایید به سوی این پیغمبر، بیایید به سوی این پیغمبر و ایمان بیاورید. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. همانا آمده برای شما از جانب الله نور آمده. نور یعنی چه؟ یعنی و کتاب مبین، کتابی که روشن است. اگر شما بیایید به این کتاب ایمان بیاورید و عمل بکنید، زندگی شما پر نور میشه. واقعا کتاب نور هست. ما مسلمانان اگر میخوایم هم زندگی ما نورانی بشه، به کتاب چنگ بزنیم، به قرآن چنگ بزنیم. این نور را ببین، هر چی که به نور نزدیکتر بشی، بیشتر از او هم روشنی میگیری هم حرارت میگیری. هر چی که از نور فاصله بگیری، به طرف تاریکی. شما شب یک جای نگاه کن، یک لامپی هست، هر چی بهش نزدیک میشه روشنتر میشه. هر چی که دور بشی شاید تو چاله بیفتی، تو چاه بیفتی. لذا مسلمان هم هر چی که نزدیک بشه به این نور، بیشتر ازش حرارت ایمانی میگیره، بیشتر از اون نور ایمان میگیره، بیشتر از اون هدایت و راهنمایی میگیره. هر چی که دور باشه، بعضیا هستن متاسفانه خودشون را با کتابهای دیگری مشغول کردن، تمام عمر تو حاشیه ها میگذرد، هی تفریح میکنند و سیر میکنند تو حاشیه ها که چه اسرائیلیاتی برایشون میگن، ولی قرآن را مطالعه نمیکنند، قرآن را نمیخوانند، اینها نور حاصل نمیکنند. لذا الله میفرماید قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. نوری هست از حیث هدایت و کتابی هست که روشن است. حالا این نور از چه جهت؟ الله میفرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. به وسیله این کتاب راهنمایی میکند خداوند کسی که تابع رضای خدا باشد. یکی تابع دنیا است، یکی تابع هوای نفس است، یکی تابع شهرت است، یکی تابع مادیات. نه، هر کسی تابع رضای پروردگار باشد. قرآن را برای مادیات، برای شهرت، برای فلان نخواند. تابع رضوان الله باشد، راهنماییش میکنه به کجا؟ سبل السلام، راههای سلامتی، راههای نجات، راههای امنیت. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، و بیرون میکنه اونها را از تاریکی های شرک و کفر و بدعت به سوی نور توحید و ایمان و سنت، به اذنه، به توفیق و اذن خودش. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و آنها را راهنمایی میکنه به صراط مستقیم. خب حالا اینجا اهل کتاب را خطاب کرد. ای اهل کتاب، بیایید به سوی اون نور، و اون چیزی که شما پیش خودتون دارید اون هدایت نیست، اون کفره. اهل کتاب چی داشتن؟ میگفتن خدا و عیسی مسیح یکی است. نه، الله میفرماد دلت خوشه که تو بر هدایتی، تو بر کفری. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. همانا کفر کردند اون اهل کتابی که گفتند همانا الله اوست مسیح ابن مریم، یعنی خدا و مسیح ابن مریم یکی هست، عینیت را قائل هستند. العیاذ بالله. خدا ثابت میکنه غیریت را، نه، عیسی غیر خداست. قل فمن یملک من الله شیئا، بگو چه کسی مالک هست از خدا چیزی را، یعنی جلوی خدا را میتواند بگیرد. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، اگر الله بخواد هلاک کند، بمیراند مسیح ابن مریم را و امه و مادر عیسی را و من فی الارض جمیعا، تمام اون انسان هایی که در زمین هستند همه را خدا هلاک کند. کی خود جلوی خدا را میگیرد؟ هیچ که نمیتونه. چرا؟ چون که ببینی پادشاهی و قدرت خدا را. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است
پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینهما، هر چی که ما بین این هاست. یخلق ما یشاء، الله است که خلق میکند هر چی که میخواهد. نه عیسی و مادرش. عیسی و مادرش خودش چی هستند؟ مخلوقند. مخلوق فرق داره با خالق، لذا خالق و مخلوق غیرند، نه عین هم دیگر. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیزی قادر است. نه عیسی و مادرش، اونا قادر نیستند. عیسی را خواستن اعدام کنن، نتونست از خود دفاع بکند، خدا او را نجات داد. پس والله علی کل شیء قدیر. بنابراین الله دعوت میده ای مسیحیان، در این ثابت هم شد اون راهی که شما داری راه کفره، راه شرک، راه خرافات. بیایید بسوی اون چیزی که محمد آورده، یعنی بسوی قرآن. و حال الله عزوجل سرزنش بیان میفرماید برای یهود و نصارا با این کفریات خودشون، با این خرافات خودشون، با این پیمان شکنی که شما خواندید، هر جا پیمان شکستن، هر جا عذاب خدا. بازم میگم ما مقرب خداییم. چقدر اینا خوش خیالند. میگویند که ما فرزندان خداییم. فرزندان خدا به معنی چی؟ به معنی محبوب خدا. خودش تفسیر کرده فرزندان خدا را. وقالت اليهود والنصارى، یهود و نصارا گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا یعنی محبوبان خدا هستیم. الله میفرماید اگه شما محبوب خدا هستید، چرا در طول زمان خدا شما را عذاب داد؟ چرا شما را تبدیل به میمون کرد؟ چرا شما را تبدیل به خنزیر کرد؟ چرا بر شما کوه تور را آورد؟ چرا 70,000 نفرتون را با یک وبا و طاعون خدا کشت؟ لذا شما اگر محبوب هستید، چرا محبوبیت با این نیست که انسان بگه من پیغمبر زادم، من نبی زادم، من سیدم، من فلان زادم. نه، محبوبیت با ایمان و عمل صالح است، با حسب و نسب نیست. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر شما محبوب خدا هستی پس چرا خدا شما را عذاب میده با گناهانتون؟ در همین مدینه، اطراف مدینه همه را تارومار نکرد خدا؟ همه را ذلیل نکرد؟ همه تبعید نشدند؟ بعضیشون کشته نشدند؟ بل انتم بشر ممن خلق، ننازید که ما فرزندان پیغمبران هستیم. شما را همین چیز بدبخت کرد، مغرورید. شما مغرورید بر آبا و اجدادتون. شما بشرید از اون چیزی که خدا خلق کرده. خدا هر کسی را او بخواهد میبخشد. کی را میبخشد؟ که به او ایمان درست داشته باشد. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، الله میبخشد کسی را که بخواهد و عذاب میده کسی را که بخواهد. نه عیسی و مادرش، دست اونها نیست. لذا علت چیه؟ علت اینه که پادشاه مطلق او هست، ملک مال او هست. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، دوباره تکرار میشه چون دلیل این است، دلیل قدرت او. و الیه المصیر، فقط و فقط بازگشت به سوی او هست. حالا الله عزوجل بار دیگر چه رب خیرخواهی هست، چه رب ناصحی هست. کفریات اونها را میگه، نقض عهد اونها را میگه، عذابهایی که بر اونها آمد دوباره میگه حالا بیا ایمان بیار. باز دوباره دعوتش میده. ولی اینها نفهمند، این اهل کتاب. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب همانا برای شما رسول ما آمد. یبین لکم علی فترة من الرسول، بیان میکنه برای شما بر بندشی از رسول. یعنی چه؟ یعنی در زمانی که هیچ پیامبر، زمان فترت، اون زمانی را میگن که فرستادن پیامبران بند شده، نیامده. از زمان عیسی علیه السلام تا زمان رسول الله چند سال بود؟ حدود 600 سال. لذا میفرماید که مدتی است که پیامبر نیامده. بعد از این مدت پیامبری آمد، فردا نگویید که ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. خدایا کسی که ما را بترسوند و ما را خوشخبری بده، ما را با احکام تو آشنا کنه، نیامد. ما در زمان فترت و در زمان جهل بودیم. الله می فرماید این پیغمبر ما آمد،
ان تقولوا، نگویید ما جاءنا من بشیر، یعنی من الله تقولوا، نگویید که ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، برای ما هیچ بشارت دهنده و هیچ ترساننده نیامد. آمد فقد جاءکم بشیر و نذیر، این محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آمد که بشیر و نذیر هست. والله علی کل شیء قدیر، الله عزوجل بر هر چیزی قادر هست، عذاب بده، هدایت بده، هر کاری بکنه الله توانا هست. در اول سوره اولا الله تعالی فرمود اوفوا بالعقود، بیان وفا بعهد، وفا بمیثاق، وفا به پیمان، پیمان هایی که با خدای عزوجل بستیم، به این پیمان ها وفادار بمانیم، غدر نکنیم، خیانت نکنیم، بیوفایی نکنیم. و بعد از اون مثال های خواندیم، مثال نقض عهد، مثال پیمان شکنی. یک مثال از یهود خواندیم که اونها عهد را شکستند، نه عهد یک عهد را، چندین عهد را شکستند. نتایج مختلف عهد شکنی که خداوند به چه بلاهای اونها را گرفتار کرد هم خواندیم. و بعد از اون نمونه دوم نقض عهد را خواندیم درباره نصارا، و من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، پیمان اونها را هم خدای عزوجل ذکر فرمود. و اینکه اونها چطور نقض عهد کردند، اونها چطور پیمان شکستند و به چه عذابی و به چه بلای اونها گرفتار شدند. و بعد از این بود که با وجود این پیمان شکنی، با وجود این نقض عهد، با وجود این غدر و خیانت، چه ادعایی داشتند و چقدر دلخوش بودند. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، خودشون را محبوب خدا میدانستند و خودشون را در دست خودشون بلیت بهشت را میدیدند و تصور میکردند. چقدر اینها پیمان شکن بودند و چقدر خوشبینی بیجا. و حالا الله عزوجل نمونه دیگر از پیمان شکنی را ذکر می فرماید. یکی از پیمانهایی که از اونها گرفته شد جهاد بود، که جهاد کنید. بعد از اینکه خدای عزوجل از دست فرعون اونها را نجات داد، وارد صحرای سینا شدند، از دریا عبور کردند، به منطقه شام نزدیک شدند، متوجه شدند که اونجا یک قومی هست به نام عمالقه، که اون قوم قابض شده، تصرف کرده سرزمین آبایی و اجدادی ما را، بلاد ما را. لذا گفتن که چطور بریم، چه کار بکنیم؟ موسی علیه السلام فرمودن خداوند عزوجل فرمان صادر کرده که باید جهاد کنید. همونطور که مسلمانان بعد از این که از مکه رفتن به مدینه و از دست فرعون نجات پیدا کردند، از دست فرعونهای مکه نجات پیدا کردند، ابو جهل و ابو لهب، خداوند بعداً دستور داد که جهاد کنید. مسلمانان چگونه جانانه جهاد کردند. اما یهودیان را وقتی که موسی علیه السلام فرمودند که خدا دستور داده جهاد کنید، اونها چون که ضعف ایمان داشتن گفتن ما نمیتونیم. موسی علیه السلام تشویق کرد، ترغیب داد، گفتن که بسیار سخت است، این قوم جنگجویی هست. موسی علیه السلام برای اینکه احوال را از نزدیک بررسی بکند 12 تا سردارانشون را که همون 12 نقیب آمده در قرآن مجید،
اون 12 تا نماینده، 12 تا سردار، اونها را فرستاد برند اوضاع از نزدیک بررسی بکنن. اینها وقتی که رفتن اونجا اوضاع را، شرایط را بررسی کردند، از اون طرف که آمدند با همدیگه مشوره کردند. یکی اینکه منطقه را بسیار سرسبز و شاداب دیدند، منطقه را حاصل خیز و اونجا ثروت و سرمایه بسیار زیادی در این منطقه دیدن. گفتند چه منطقه خوبی پدران ما داشتند، اگر این مناطق به دست ما بیفتد چقدر ما راحت میشیم، آباد میشیم. و بعد وقتی بررسی کرده این قوم عمالقه که اونجا قابض شده بود، دیدن که اینها هم ساز و برگشون خیلی زیاد است، مردان خیلی قوی دارن. با هم دیگه مشوره کردند که این نکته دوم را به قوم نگوییم که میترسند که مردان جنگجو، فقط اون نکته اول را بگیم، اونا را تشویق بکنیم که چه بلادی ما داریم، چقدر سرسبز، چقدر آباد. اینو بگیم تا تشویق بشن برای جهاد. با هم مشوره کرده، اما وقتی که برگشتن متاسفانه به غیر از 2 نفر از این سرداران، 2 نفر از این نماینده ها، یکی یوشع بن نون و یکی کالب بن یوقنا، که این دوتا بعداً پیامبر هم شدن. بعد از موسی علیه السلام خداوند اینها را به پیامبری مبعوث فرمود. این دوتا به قوم گفتن که شما آماده باشید، بجنگید، خدا شما را پیروز میکنه. اینها بر اون تعهد عمل کردن. بقیه نه، بقیه آمدند و به قوم گفتن که شرایط جنگی برای ما خوب نیست، ما ضعیفیم، اونها قوی. اینا باعث بزدلی بیشتر شدن. وقتی که این شد، حالا از طرف خدای عزوجل عذاب چی آمد؟ خداوند به موسی اعلام کرد که ای موسی، اینا تا 40 سال همینطور باید سرگردان بماند، یعنی 1 عمر باید بگذرد، نزدیک نیم قرن بگذرد، و خدای تعالی در نتیجه ترک جهاد برای اونها ذلت نوشت. این عرض به خدمت شما که نتیجه ترک جهاد است. هر قومی که برای سرنوشت خودش جهاد نکند و قربانی نده، از خود گذشتگی نشان ندهد، اون قوم مثل بنی اسرائیل بلا تکلیف است. اینا برای ما درس هستند. او همینطور ذلیل هست. همیشه باید برای اون چیزهایی که برای ما مهم هستند، بالخصوص برای دین، برای آیین، برای حفاظت کتاب خدا، دین خدا، برای حفظ ناموس، انسان باید از همه چیز بگذرد. این آیات به ما همینو میگه. وقتی که انسان در این زمینه، بعضی هستن میترسونند آدم را، میگن که امنیت نباید از دست بره. وقتی که این چیزها امنیت داشته نباشه، دین ما امنیت داشته نباشه، ناموس امنیت داشته نباشه، پس چه امنیتی میخواییم؟ لذا تا زمانی که هر قومی قربانی نده، از این آیات ما مجموعه این آیات درس میگیریم، تا زمانی که هر قومی از خود گذشتگی نشان نده، جان تقدیم نکند، مال تقدیم نکند، عزت نمیاد، شکوه نمیاد، عظمت نمیاد. لذا تا زمانی که مسلمانان هم، اینها داستان نیستند، اینها درسند، اینها موعظه هستند، از اینها باید برداشت کرد، استنباط کرد. تا زمانی که مسلمانان هم مثل بنی اسرائیل فقط دنبال رفاه باشند و دنبال بخور باشند و دنبال زندگی آسوده باشند و نخواهند خودشون را به زحمت بیندازند، اونها هم در دنیا عزت و عظمت نمی بینند. لذا الله تعالی این داستان را، که این داستان به تمام نکاتش خود عزیزان دقت بکنند و توجه بکنند، شاید همه نکات گفته نشه، این را برای ما یک نمونه بزرگی ذکر فرمودن، نمونه بر ترک جهاد و بعد کتکایی و عواقبی که بر آن مرتب میشه. الله میفرماید: و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم.
زمانی که موسی گفت به قومش ای قوم من یاد کنید نعمتهای الله را که بر شما هستند. ابتدا نعمتها را، خدا چه لطفی بر شما کرد. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، زمانی که قرار داد الله در میان شما انبیاء، این نعمت معنوی است، این مقدم است، و نعمت مادی و جعل فیکم ملوکا، الله عزوجل در میان شما پادشاهی و عزت را داد. از زمان یعقوب و یوسف بگیر تا امروز. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، الله به شما اون نعمت هایی داد که نداد به هیچ یکی از عالمیان، از جهانیان اون روز. واقعا نعمت هایی که خدا بنی اسرائیل داد، جلو چشمشون بدترین دشمن اونها را، فرعون را، با تمام لشکر غرق کرد. بعدا در اون میدان الله عزوجل برای اینکه هوای خنکی داشته باشند ابر را بر اونها سایه کرد و ظللنا علیهم الغمام، و بعدا برای دفع گرسنگی و انزلنا علیهم المن و السلوى. وقتی که آب خواستند به موسی علیه السلام فرمود که فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینا. در هر جا خدای تعالی کمکشون کرد، هیچ جا نگذاشت که به زحمت بیفتد. تمام نعمت ها را تصور کنید. لذا و آتاکم، این نعمتی که به این قوم داده شده همینطور که در قرآن هست، ما لم یؤت احدا من العالمین، به هیچ یکی از عالمین. این مقدمه است، این تمهیده. موسی علیه السلام مقدمه گفت، حالا مقصد را میگه. مقصد چیه؟ جهاده. لذا پروردگاری که این همه لطف به شما فرموده، اون پروردگار از شما انتظار دارد در راه او جهاد کنید، جان و مال تقدیم کنید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ای قوم داخل بشید سرزمین مقدس را. سرزمین شام منظور است. شما میدونید که بیت المقدس بخشی از شام هست. امروز اون سرزمین مقدسه، الارض المقدسه که گفته میشه، تکه تکه شده و چند کشور تقسیم شده. الان سوریه هست، فلسطین هست، بخشی از اردن هست، لبنان هست، اینا همه شام هست. لذا فرمود که این بلادی که مال شما، آبایی و اجدادی شما هستند و بالخصوص مرکزش که بیت المقدس هست، اونجا داخل بشید، یعنی جهاد کنید. ادخلوا الارض المقدسة التي، داخل بشید سرزمین مقدسه را، آن سرزمینی که التي كتب الله لكم، امان سرزمینی که الله برای شما نوشته، تکوینا برای شما مقدر شده. کجا نوشته؟ کتب فی اللوح المحفوظ انها مسکن لکم. تفسیر مدارک میگه در لوح محفوظ خدا مقدر کرده که مسکن شما اونجا باشد. این سرزمین شام را مقدسه میگویند چون اینجا محبت وحی بوده و قدمگاه انبیا بوده. انبیاء الهی، اکثر انبیا در این منطقه بودند و اونجا فرشته رفت و آمد داشته، اونجا همیشه وحی می آمده. واقعا سرزمین مقدسه هست. لذا الله می فرماید ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. بر نگردید به پشت سر. پشت سر نافرمانی خداست، ترک جهاد است، به طرف کفر است. پس می گردید زیانکار، ناکام، خساره در دین و دنیا. اما قوم چی گفت؟ قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. گفتند ای موسی، همانا در آن شهر، در آن ارض مقدسه قومی هست جبارین. جبارین یعنی ستمگر، زورگو، مسلط. و بعضی میگند که قوی، دارای ساز و برگ. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما هرگز داخل نمیشیم تا مادامی که اونها هستند، تا اینکه خارج بشند از آن. فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اگر خارج بشند ما داخل میشیم. یعنی یک آرزوی پوچی هست. این قوم آمده این شهر را، این سرزمین را، بلاد را تصرف کرده، الان اینا انتظارشون هست که تخلیه بکنن، به ما بگن بفرما. نه، بدون زحمت، بدون جهاد نمیشه. اما در تایید
موسی علیه السلام 2 نفر از مخلصان موسی و از خلفای موسی تبلیغ کردن. قال رجلان من الذين يخافون، 2 نفر از اونهایی که میترسیدن. از کی میترسیدن؟ یخافون الله، لفظ جلاله الله را بالاش بنویسید. از الله میترسیدند. این 2 نفر کی بودند؟ یوشع بن نون و کالب بن یوقنا و کان من الذين يخافون انعم الله عليهم بالهداية والثقة بعون الله والاعتماد على نصرة الله. اینها را خدا هدایت کرده بود و اعتماد داشتن که خدا ما را یاری میکنه. اینها با چه قوتی و با چه اطمینانی سخن گفتن. چی گفتن؟ ادخلوا علیهم الباب، بر این قوم داخل بشید از شهر، از در شهر وارد بشید، نترسید. فاذا دخلتموه، همین که شما داخل شدید امر خدا را بجا آوردید، فانکم غالبون، شما غالب میشید، پیروز میشید، خدا شما را کامیاب میکنه. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، فقط و فقط بر الله توکل کنی اگر مؤمن هستی. یعنی ایمان واقعی تقاضا میکند که توکل بر الله باشه، نه بر اسباب. شما اسباب ظاهری را نگاه نکنید که اونها زیاد هستند، شما مسبب حقیقی را نگاه کنید. اما اونها چی گفتن؟ قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ای موسی ما هرگز اون شهر را داخل نمیشیم تا مادامی که اونها هستند. فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو تو و ربت، معبودت شما 2 تا بجنگید، ما اینجا نشستیم. قاعدون عن الجهاد، ما اینجا منشینیم، شما برید بجنگید. هر وقتی فتح کردید، پیروز شدید، ما میاییم. خب این اذهب انت و ربک به معنای چی هست؟ بعضی میگویند که این به معنای واقعی هست، چون اونها میدونست هر جا خداوند موسی را کمک میکنه، لذا معتقد بودن موسی تنها بره خدا پیروزش میکنه. اذهب انت و ربک یعنی یعینک علی قتالک. اینو تفسیر مدارک گفته، ما میتونی خدا تو را کمک میکنه، میبینیم هر جا معجزه را میبینیم، اما ما نه، ما میترسیم. منظور اینه که به خود اعتماد نداشتن، ما کارهای خوبی نکردیم، اعمال ما خوب نبوده، ولی تو را خدا کمک میکنه، تو برو، ما پشت صحنه میمانیم، هر وقتی که پیروز شدید ما میاییم. این عرض کنم که اونها به این عقیده بودن، ولی خدای عزوجل مقدر کرده بود که اگر جهاد کردن، شما قبلا خواندید که خداوند عزوجل به تنهایی دشمنان خودش را باید کن نابود میکنه، اما جهاد را چرا مشروع کرده؟ که ما را امتحان بکنه. لذا خدا قادر است، ولی خدا میخواد تا زمانی که اینها در امتحان قبول نشوند، امتحان پس ندن، عزت نمیبینند، موفقیت نمیبینند. بنابراین الله عزوجل این را قبول نکرد. پس یک توجیه اینه که این را بر حقیقت حمل کنیم. توجیه دوم اینه که بعضی از مفسرین این را بر استهزاء حمل کرده، اونا مسخره کردند. اینا چی کردند؟ مسخره کردند. تو و ربت برو. قالوا ذلك استهانة و استهزاء به سبحانه و برسوله علیه الصلاة والسلام. بعضی مفسرین گفتن این را به صورت توهین، استهانتا، و به صورت استهزاء نسبت به الله و نسبت به رسولش گفتن، و عدم المبالات بهما، پروانه کردن برای خدا و برای پیامبر خدا که موسی باشد. اینو تفسیر ابو سعود گفته. این 2 توجیه، یک توجیه پس به معنی حقیقی، یک توجیه به معنی استهزاء. یک توجیه دیگری هست که البته این ضعیف است. بعضی میگن ربک به معنی پروردگار نیست، رب مجازی است، کنایه از سرپرست، برادر بزرگ هست. تو و هارون،
این هم تفسیر مدارک به عنوان یک قول ضعیف نوشته. ربک سیدک و هو اخوک الاکبر هارون، تو و برادر بزرگت برید. علی ای حال اونا گفتن تو و ربت برید، ما اینجا نشستیم. موسی علیه السلام ناامید شد، از قوم ناامید شد و التجا کرد، دعا کرد. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، بار الها من مالک نیستم، مالک خودم و برادرم، بغیر از خودم و مالک برادرم مالک کسی دیگه نیستم. بالاجبار نمیتونه اینها رو به جهاد بگم، لذا دعا میکنه ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و بین قوم فاسق جدایی بیفکن، بالعقاب علیهم، اینا را عذاب بده. بعضی میگویند که این دعا قبول نشد، این دعا قبول نشد که موسی گفت بین ما و بین اینها جدایی بینداز، چون موسی علیه السلام اجازه نیافت از اونجا بره، همونجا ماند. اما به یک صورتی میشه توجیه کرد که خدا اجازه داد موسی و هارون یک گوشه برند و به عبادت مشغول بشن. چنانچه موسی و هارون جدا شدند، فاصله گرفتند، کوهی بود بر کوه رفتند، اونجا به عبادت پروردگار مشغول شدند. بعد از چند وقت موسی علیه السلام از کوه پایین آمد و به مردم خبر داد که برادر بزرگم هارون اونجا وفات کرد و من دفنش کردم. لذا مقدر این بود که این هر دو پیغمبر بزرگوار فوت بکنن، لذا موسی پایین آمد چون موت او هم نزدیک بود. اینجا که آمد مدتی ماند، بعد موسی علیه السلام هم وفات کرد و بنی اسرائیل او را دفن کردند در همون صحرا. لذا اینها همینطور سرگردان بودند. پس موسی علیه السلام به خداوند گفت بین ما جدایی بینداز. الله عزوجل اینو بیان فرمود که این ارض مقدسه بر اینها حرام است تا 40 سال. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه، این شهر حرام است بر آنها تا 40 سال. یتیهون فی الارض، سرگردان بمانند در زمین، حیران بمانند. سرگردانی قبلا توضیح دادم، یعنی بلا تکلیفی، نه جایگاهی دارند، نه ملکی دارند، نه عزتی دارند، نه مسئولیتی دارند، همینطور روی زمین سرگردانند. لذا خداوند فرمود فلا تأس علی القوم الفاسقین، ای موسی این قوم فاسقی هست، شما بر این قوم فاسق اندوهگین نباشید، شما جوش نزن، پریشان نشو. بالاخره اینها همینطور 40 سال سرگردان بودن. بعضی میگن 20 سال که گذشت، این نسل که نسل سرکش و تمرد بود و نافرمانی موسی کرد، این نسل کم کم از بین رفت و بعد فرزندانشون متولد شدند. 20 سال دیگه تا اینکه فرزندان بزرگ شدند و این زمانی که فرزندان بزرگ شدند و جوان شدند، حالا به پیش پیغمبرشون رفتند. شما در سوره بقره خواندید که الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، به پیامبرشان گفتن. حالا اون پیامبر کی بود؟ بعضی میگن یوشع بن نون بود، بعضی میگن حضرت حزقیل بود. حالا قرآن ذکر نکرده، برای ما هم لازم نیست بدونیم کی بود. تا اینکه جهاد کردند، اون جهاد که بعدن شد، الان جهاد طالوت و جالوت است، یا قبل از اون جهاد کردند و این جهاد طالوت و جالوت دومیش هست. علی ای حال اینها به این صورت بلا تکلیف شده. این بلا تکلیفی نتیجه چی بود؟ نتیجه ترک جهاد، نتیجه فرمان نبردن از خداوند عزوجل. واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. الله عزوجل نمونه دیگر از نقض عهد بیان می‌فرماید. بعضی میگن که این نمونه دیگر از ترک جهاد است. البته این زیاد قوی نیست، میگن چون حابیل
از خود دفاع نکرد، جهاد نکرد، شهید شد. ولی خب هابیل اون زمان دستور جهاد نبود، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. اینجا الله عزوجل داستان دو تا برادر که فرزندان آدم بودن ذکر می کند. معروف است، اسمشون هست هابیل و قابیل. در کتاب مقدس هست که قائن و حال، اسمشون را نوشته قائن، قابیل و حال. بالاخره این دو تا برادر بودند و با هم اختلاف پیدا کردند. حالا اختلافشون روی چی بود؟ الله بهتر میدانه. اون چیزی که از قرآن معلوم میشه چیزی دیگه هست، اون چیزی که در بعضی از تفاسیر نوشتند ما ذکر میکنیم، اما لازم نیست که باورش کنیم، قبولش بکنیم، چون نه در قرآن است نه در هیچ روایتی هست، روایت صحیح، روایت حدیث. تو تفسیرها هست، تفسیرها از بنی اسرائیل گرفتن، لا نصدق و لا نکذب. میگویند که این دو تا برادر در زمان آدم علیه السلام برای اینکه نسل ادامه بیابد به این صورت بود که از هر شکم حوا یک پسر و یک دختر پیدا می شد. این پسر و دختر با هم دیگه نمیتونستن ازدواج بکنن، اما پسر و دختری که از شکم دیگه بودن میتونستن با اینها ازدواج بکنند. لذا به خاطر اینکه نسل زودتر زیاد بشه، اگر این ازدواج نبود انسان دیگه نسلش ادامه نمیافت. پس از یک شکم یک پسر و یک دختر به نام قابیل و اقلیما، قابیل و اقلیما به دنیا آمد. از شکم دیگر پسر و دختر دیگر به نام هابیل و لیوزا به دنیا آمد. خب حالا هابیل با اقلیما ازدواج میکرد، قابیل با لیوزا ازدواج میکرد. اما اینها قابیل نخواست که با لیوزا ازدواج بکنه، چون لیوزا زیاد زیبا نبود. خواهر خودش که از شکمش بود اون خیلی زیبا بود و شکل خوبی داشت، لذا میخواست که با او ازدواج کند. تا اینکه اختلاف کردند و خداوند به آدم گفت اینها قربانی بدن، قربانی هر که قبول شد، صدقه هر که قبول شد، او با اقلیما ازدواج میکند. قابیل یک کشتی داشت، کشاورزی داشت، مقداری گندم از این کشاورزیش جدا کرد، همون گندمی که خوب نبود و خوب نرسیده بود، خوشه های بسیار ناقصی بود. اینها را اون زمان علامت مقبولیت صدقه این بود که آتشی می آمد و می خورد. هابیل کشاورزی نداشت. همون زمان الله تعالی رشته ها و اصناف را به فرزندان مختلف آدم داد. هابیل گله گوسفند داشت، رمه گوسفند داشت. او از میان گوسفندان خودش یک قوچ خوبی که چاق و فربه بود آورد به عنوان صدقه. اینا هر دو گذاشتند، آتشی آمد و صدقه هابیل را خورد. لذا این دلیل مقبولیت چی بود؟ هابیل بود. با اقلیم هابیل ازدواج کرد. قابیل در دلش این را نگه داشت، این کینه، این بالاخره حسادت باقی ماند، تا اینکه دنبال فرصتی بود برادر را تنها یافت و او را کشت. این داستان هست. اما بخش دومش میشه تایید کرد. قرآن که دلیل را گفته، این دلیل برای ما ملاک است. حالا چرا خداوند دستور داد صدقه بدهند؟ چراش مشخص نیست، چراش تو همین داستان بود که لا نصدق ولا نکذب. اما بخش دومش که هر دو تا صدقه دادن، صدقه یکی قبول شد و صدقه یکی دیگه قبول نشد و این سبب عداوت شد، این خود قرآن میگه. بنابراین شیخ ما رحمه الله وقتی که تشریح میفرماید این آیه را، ایشون همین علت را میگه که این دو تا برادر بودند. خدای عزوجل
به اینها دستور داد که صدقه بدهند. یکی صدقه خوبی داد، یکی صدقه خوبی نداد. اونی که صدقه خوبی داد و اخلاص داشت خدا از او پذیرفت، از او دیگری پذیرفته نشد. در دل او کینه آمد، حسد آمد. پس ایشون توضیحشون این هست. ببینید آیه هم همین را تایید میکنه. الله میفرماید واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، تلاوت کن بر آنها دو فرزند آدم را به حق تلاوت کن، یعنی یک واقعیتی هست. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، وقتی که آنها قربانی کردن قربانی پس پذیرفته شده از یکی از اونها. این کی بود؟ حال بود یا حابیل. ولم یتقبل من الاخر، و پذیرفته نشد از دیگری یعنی از قابیل. قال لاقتلنک، او چی گفت؟ من حتما تو را میکشم. این برادر گفت تو چرا آخه ناراحتی؟ خداوند عزوجل قبول میکند از کسی که تقوی و اخلاص داشته باشه. معلوم میشه که علت حسادت چی بود؟ همونطور که شیخ میفرماید علت حسادت قبولیت یکی و مردودیت دیگری. قال انما یتقبل الله من المتقین، فرمود که همانا الله قبول می فرماید از متقیان. خدا از اهل تقوا و خدا ترسان قبول میکنه. برای صدقه همین شرط، انسان خدا ترس باشد، اخلاص داشته باشد، صدقهش قبول میشه. لذا این برادر در جواب تهدید او چی گفت؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر دستت را بلند کنی به سوی من تا منو بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من نیستم دستم را دراز کنم به سوی تو تا تو را بکشم. چرا؟ چون من از خدا میترسم، برادرم را نمیکشم. انی اخاف الله رب العالمین، من از الله میترسم که رب عالمیان هست، رب جهانیان هست. او بالاخره پروا نکرد، او کارش را کرد. اما این برادر به او چی گفت؟ انی ارید ان تبوء باثمی و اثمک، من میخواهم تو رجوع کنی و ببری گناه من و گناه خودت را. میدونید که قاتل بالاخره هر چی که گناه مقتول به دوش خودش میگیره دیگه. فتکون من اصحاب النار، پس میشی از اهل جهنم. و ذلك جزاء الظالمین، این جزای ظالمان و ستمگران هست، هر کسی که ظلم کند. ولی او چون که شیطان بر او مسلط شده بود، نفس بر او غالب شده بود، این نفس و شیطان برای او کشتن برادر را بسیار زیبا جلوه داد. طوعت یعنی برای او خوش کرده بود این را، این چیز خوبی بود از نظر او. انسان گاهی یک تصمیم بد میگیرد، اما قبل از اینکه اون تصمیم را اجرایی بکند شیطان و نفس چنان در گوشش میخوانند و تلقین میکنه، اون فکر میکنه بهترین کار همینه که من دارم میکنم. به محض اینکه اون جنایت را انجام میده دیگه نویلش میکنن، رهایش میکنن، فوراً پشیمان میشه، من عجب اشتباهی کردم، غلطی بزرگی بود. لذا الله می فرماید فطوعت له نفسه قتل اخی، خوش کرد برای او نفسش کشتن برادر را. فقتله، پس او را کشت. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد، خاسرین شد. بعد از اینکه برادر را کشت مانده بود که این را چکار بکند. الله عزوجل چون اولین مقتول بود، اولین مرده انسان بود، الله تعالی دوتا کلاغ را برای تعلیم و برای آموزش فرستاد. فبعث الله غرابا، خداوند کلاغی را فرستاد که روش دفن جنازه را نشان بده، که یبحث فی الارض، در زمین میگشت و زمین را میشکافت و باز میکرد، لیریه کیف یواری سوءة اخی. حالا زمین را می شکافت و خاکها را دور می کرد، چاله‌ای درست کرد. حالا بعضی می گویند که یک کلاغ دیگه مرده بود تو اون چاله، اون کلاغ دیگر را انداخت و بعد دفن کرد. بعضی میگن نه، قرآن همین اندازه گفته که فقط چیکار می کرد؟ خاک برداری می کرد،
چاله درست میکنه. این بیاد این آمد که من هم در همین خاک ها چیکار بکنم. قبلا به فکرش نبود، این الان به فکرش رسید که من هم خاک را باز بکنم و خاک را بردارم، خاک برداری بکنم و چاله درست کنم، به اصطلاح قبری درست کنم، برادرم را تو اون دفن بکنم. فبعث الله غرابا، خدا این فرستاد. ببینید این داستانی هست که تقریبا همه قبولش دارن، مخصوص قرآن نیست و مسلمانان نیست. در همه ادیان هست، ادیان گذشته، کسانی که کتاب آسمانی داشتن. حتی خیلی ها هستن که خودشون را بر کتابای آسمانی میدونند، مثلا هندوها معتقدن ما دینی داریم، پیامبرانی داشتن، افرادی را به عنوان پیامبر ذکر میکنند. اما از اینجا معلوم میشه که خداوند که به انسان یاد داد با مرده خودش چیکار بکنند. امروز در دنیا دو صورت وجود دارد، یکی صورت دفن در خاک است و یکی صورت سوزاندن جنازه هست. روشی که الله عزوجل نشان داده چیه؟ دفن در خاک است. سوزاندن جنازه مشکلاتی دارد و دفن کردن در خاک فوایدی دارد. حالا اول مشکلات سوزاندن چی هست؟ ببینید کسی که جنازه را می سوزاند، اولین چیزی که مشکلی که پیدا میشه، اون لباسی، اون کفنی که بر جنازه است او می سوزد و خاکستر میشه، بدنش لخت میشه. این چی هست؟ این توهین انسانیت است. لباسش را از تنش در بیاری چیه؟ اهانتش هست. پس در سوزاندن توهین هست. سوزانده میشه، بی پرده میشه، لخت میشه، عریان میشه. بعد از اون عرض کنم که سوزاندن آلودگی ایجاد میکنه. دود هست و بالاخره بدن انسان میدونید که متشکل از چی هست. آلودگی ایجاد میشه، دود آلودگی را ایجاد میکنه. این آلودگی اصلا برای انسان ها مضر هست. اما وقتی که انسان دفن بشه در خاک الله عزوجل قدرت تحلیل داده و قدرت جذب عرض کنم آلودگی را داده. هر آلودگی که باشد خاک او را جذب میکند. هر عرض کنم میکروبی که باشد داخل خاک بشه اون از بین میره. هر چیزی که کثیف هست، مثلا همین که در حدیث آمده که سگ وقتی که به ظرف لیس زد اون را 7 بار بشورید، با خاک 1 بار بشورید. خب با خاک وقتی که میشورند همه میگویند که همه قبول دارند که خاک قدرت چی دارد؟ دفع آلودگی و از بین بردن میکروب ها را دارد. پس خدای عزوجل به خاک این قدرت را داده، قدرت تحلیل، حل کردن، از بین بردن. بنابراین معلوم میشه هم با توجه به این دلایل عقلی عرض کردم و هم با توجه به این دلیلی که در قرآن آمده که اصل چی هست؟ دفن هست در خاک، نه سوزاندن. و سوزاندن اهانتی هست به کرامت انسان. انسان را الله کرامت داده، انسان را ارزش داده. اونهایی که مرده ها را می سوزانند اونها در واقع به انسانیت توهین می کنند، به انسان ها اهانت می کنند که قابل ملامت هستند. الله می فرماید فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. الله عزوجل کلاغی را فرستاد، یبحث فی الارض، که در زمین را می شکافت، لیوریه کیف یواری سوءة اخی، تا به او نشان بدهد چگونه بپوشاند جنازه برادرش را. وقتی که دید و به ذهنش آمد، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. ای وای بر من، ای افسوس بر من، آیا من عاجز شدم ان اکون مثل هذا الغراب، این که باشم مثل این کلاغ، فاواری سوءة اخی، که بپوشانم
جنازه برادرم را. فاصبح من النادمین. پس این از چی شد؟ از نادمی شد. خب فاصبح من النادمین، از نادمی شد از چه جهت؟ نادمی شد از این جهت که جنازه را هر جا با خودش حمل می کرد پشیمان شد که من اینقدر عقلم نرسید. نه اینکه برای کشتن برادر پشیمان شد. اگر برای کشتن برادر پشیمان می شد و توبه نصوح می کرد، خدای عزوجل او را می بخشید، قتلهای بعدی تمام به گردن او نمی افتاد. پس فاصبح من النادمین از چه جهت؟ از این جهت که عرض به خدمت شما بلد نبود، پشیمان شد، بلد نبود که چطور برادرش را دفن بکند. از این که حمل کرده بود، زحمت کشیده بود، پشیمان شد که کار خوبی نکرده، همون اول دفنش میکردم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل. به همین جهت ما بر بنی اسرائیل نوشتیم. حالا ببینید اینجا من اجل ذلك معناش چیه؟ بعضی مفسرین میگویند که مفعول کتبنا قصاص هست. من اجل ذلك کتبنا القصاص على بنی اسرائیل، تا اینکه خونی ضایع نشه و خونی از بین نرود، ما قصاص را بر بنی اسرائیل نوشتیم. یعنی حکم قصاص را ابتدا به بنی اسرائیل دادیم. ما شیخ رحمه الله معتقد است چون این آیات سیاق و سباق درباره جهاد است، بعد از این هم بحث جهاد می آید. اینجا هم بود که بنی اسرائیل جهاد نکردند، کوتاهی کردند در جهاد. ربطی هم این آیات با آیات گذشته داشته باشد، کتبنا القتال می فرماید. ما برای بنی اسرائیل چی نوشتیم؟ جهاد را. چه ربطی دارد؟ جهاد وقتی که باشد ظلم دیگه صورت نمیگیرد. بارها خدمتتون عرض کردم جهاد برای چی هست؟ دفع ظلم، مبارزه با ظلم و فساد. پس به خاطر همین که ظلمی صورت نگیرد، به خاطر اینکه کسی جرأت نکنه کسی را بکشد، ما جهاد را بر بنی اسرائیل نوشتیم. جهاد وقتی که باشد حکومت عدل قائم میشه، اون وقت قصاص اجرا میشه، کسی نمیتونه که بر کسی ظلم بکند. پس شیخ رحمه الله معتقد است به خاطر سکوت، ساکت شدن و از خود دفاع نکردن این برادر، که این سکوت و دفاع نکردن منجر به این شد، حالا او شهید شد، ولی بعدها ما برای بنی اسرائیل جهاد نوشتیم تا کسی اینطور مظلومانه کشته نشه، با هر ظلمی مبارزه بشه. لذا من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، ما نوشتیم برای بنی اسرائیل. نوشتیم چرا نوشتیم؟ جهاد را. انه من قتل و قلنا انه من قتل. چرا جهاد؟ به خاطر اینکه جان انسان ارزش داره، نباید جان انسان مفت تلف بشه. ببینید جان انسان اینقدر ارزش داره که کسی اگر عقیدهش فاسد باشه، مرامش خراب باشه، خب او همه انسان ها از دست او نجات نمییابند. او قطعا انسان های زیادی را روانه مرگ میکنه. درباره همون کسی که قاتل بود در بنی اسرائیل، در احادیث شما شنیدید که 99 نفر را کشته بود. خب کشتن و خونریزی و فساد چیزی است که انسان را به فساد دیگه میکشد. آخر پیش یک بزرگواری آمد، گفت که من 99 تا را کشتم، امیدی برای توبه من هست؟ او گفت که 99 تا را کشتی، یکی را بکشی بخشیده نمیشی، 99 تا کشتی؟ نه، کجا چنین چیزی است؟ گفت پس اینطور که هست این هم کشت، 100 تا شدند. حالا اون توبهش بعدا میاد، اون حدیث تمثیل است برای اینکه
خداوند عزوجل انسانها را بعد از گناهان زیاد هم میبخشه اگر واقعا رجوع کنند. خب پس ببینید از این قسمتش من استدلال میخوام بگیرم که یک انسانی وقتی که قتلی را انجام بده دیگه این چی میشه؟ معتاد میشه. بعضی ها معتاد خون میشوند. خیلی هستند در گذشته، بعضی میگویند، بعضی از همین کسانی که خودشون را قدرتمند و پهلوان و قهرمان میدونند، میگه وقتی که گردنها را میزدیم و خون فواره میکرد لذت میبردیم. میبینید کسی که قاتل هست، قتل کرده، به زندان میفته، بعد وقتی که بدون هیچی خارج میشه قتل دیگری مرتکب میشه. پس به همین خاطر ما جهاد را نوشتیم. بنابراین هر کسی که پیش او جان انسانها ارزش داشته نباشه، او دیگه تا جایی که دستش برسد میکشد. اما هر کسی که در دل او جان انسانها عزت داشته باشد، جان انسانها احترام داشته باشد و ارزش داشته باشه برای او سعی میکنه که همه را حفاظت کند، همه در سلامت باشند. او چنان اقداماتی و حرکاتی انجام میده. پس اون اولی گویا همه انسانها را کشته، چون اون خوگر کشتن است. اما این دومی گویا همه انسانها را زنده نگه داشته. به این خاطر میفرماید انه من قتل نفسا بغیر نفس، همانا شأن این است که هر کسی بکشد نفسی را بغیر نفس، یعنی در مقابل نفسی نه، بدون بنا حق، او فساد فی الارض، یا بدون فساد در زمین. خب انسان اگر فسادی بکند مثل فساد زنا، یا فسادی بکند مثل فساد قتل نفس، اون کشتنش مباح میشه برای حکومت. فکأنما قتل الناس جمیعا، این انسان گویا کشت همگی انسانها را. و من احیاها، هر کسی که احیا بکند، در زمینه حیات کوشش بکند، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا او انسانها را، همگی انسانها را زنده کرد. و برای همین قانون خدا انبیاء فرستاد. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، همانا پیش آنها آمد پیامبران ما، پشت سر هم با دلائل آمدن، با معجزات آمدن. اما بعد از اون هم بسیاری از انسانها نقض عهد کردند. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، سپس بسیاری از اونها بعد از این در زمین متجاوز بودند. اسراف یعنی تجاوز، از حد گذشتن. خیلی ها تجاوز کردند، یعنی گوش به حرف انبیا نشدن، مثل این گروهی که بعدا میاد، قطاع الطریق. اینها بالاخره بغاوت کردند، سرکشی کردند، برای انسانها امنیت را خراب کردند، ناامن کردند، انسانها را میکشتند. خب پس اینها که فساد کردن جزایشون چی هست؟ در اینجا جزای قطاع الطریق و حد قطاع الطریق بیان شده. بله، حالا ربطش هم مشخصه. خدای عزوجل بر بنی اسرائیل نوشت که هر کسی که کسی را کشت گویا تمام انسانها را کشت، و هر کسی که سبب حیات شو گویا تمام انسانها. حالا بعضی ها هستن که فساد میکنن مثل همین ها، او فساد فی الارض بغیر نفس او فساد فی الارض. نفس و فساد اینجا هست، نمونه از فساد. لذا حکم اینها چیه؟ حکم اینها اینه که اینها را بگیرید و به کیفر اعمالشان برسانید. اینجا 4 حکم برای قطاع الطریق بیان میشه. یک حکم کشتنشون، یک حکم بدار زدنشان، یک حکم دست و پایشون را قطع کردن، دست راست و پای چپ من خلاف، و 4مین حکم اینه که زندان کردن و تبعید کردن. 4 حکم بیان کردن. چرا؟ چون که کسی که قطاع الطریق هست، راهزن هست،
یکی از 4 کار را می کند. یا اینکه راهزنی می کند، مال گیرش نمیاد ولی عرض کنم که رهروان را، مسافران را می کشد، کشته میشه، پس قتل برای اون صورت است. یکی دیگه این است که مال را هم میبرد و خودش را هم میکشد، هم مال برده هم کشته، این بدار آویخته بشه، بدار زده بشه. دار زدن از قتل سنگینتر و سختتر است. سومی اون هست که فقط مال برده، خود انسانها را گذاشته، نکشته، مالهاشون را بالا کشته. این بالاخره چون مال برده، دست راست و پای چپش را، حد سرقت فقط دست قطع کردن است، میخوانیم در آیات بعدی میاد، اما این در حد سرقت نیست. اون سارق بیچاره مخفیانه دزدی میکند، کسی نباشد دزدی میکند، اما این نه، این علنا در روز روشن مردم را به وحشت میندازه و برای مردم ناامنی ایجاد میکنه. پس این قاطع الطریق، راهزن، مجازاتش باید از اون دزد معمولی چی باشه؟ بیشتر باشه. اون یک دستش، این یک دست و پاش. و 4می صورت این کسی آمده که راهزنی بکنه، موفق نمیشه کسی را بکشد، موفق نمیشه مال کسی را ببرد، مردم فرار میکنه از دستش، ولی وحشت ایجاد کرده. وحشتی که ایجاد کرده، ناامنی ایجاد کرده، ترسی در مردم انداخته، این وقتی که دستگیر بشه زندان بشه، هر اندازه که قاضی بدوند، مصلحت بدوند. البته امام ابو حنیفه رحمه الله ینفو فی الارض را میفرماید زندان کردن، حبس کردن، در زنجیر و قلاده او را قید کردن. امام شافعی رحمه الله میفرماید ینفو فی الارض یعنی به جای دیگه تبعیدش بکنن، از این استان، از این کشور، از این شهر به شهر دیگه تبعیدش بکنن، همونجا تحت نظر باشد. لذا الله تعالی 4 جزا بیان فرمود. اما یک نکته دیگری بنده خدمت شما عرض کنم که جمهور معتقدند این او برای تخییر نیست. جمهور مفسرین معتقدند که این او برای تخییر نیست، که قاضی اختیار داره چه بکشد، چه بدار بزنه، چه دست و پاش را قطع کنه، چه زندانش بکند. بسیاری امروز همین را به همین معنا گفتند. این اخیراً تو کشور ما که شلوغی ها شد و بعضی بیچاره ها را به جرم محاربه و افساد فی الارض، که تعریف محاربه اولا اینجا صدق نمیکنه. تعریف محاربه را اینجا شما تو قرآن بخوانید. تعریف محاربه اینه که کسی تمام راه را میبنده، ناامن میکنه، مردم را میکشه، و این کسی که برای حقش فریاد بزنه، اعتراض بکنه، محارب نیست، مفسد فی الارض نیست. ولی خب به توجیه اینها را محارب قرار دادند. محارب قرار داده، خب کسی راه بندانی کرده، 4 تا سطل اشغال آتش زده، اینو چرا اعدام میکنید؟ اونا میگن قاضی اینجا قرآن بهش اختیار داده، از این 4 صورت هر کدوم را انجام میده، چه میکشه، اعدام میکنه، چه دست و پایش را قطع میکنه، قرآن بهش اختیار داده. این تعداد اندکی این را میگویند. جمهور معتقد است که این او برای تخییر نیست، او برای تنویع هست، نوع فرق میکنه. اونه که کشته فقط کشته میشه، اونه که کشته و مال هم دزدیده او اعدام میشه، اونه که فقط ترسونده اون زندان میشه، اونه که فقط مال برده اون دست و پاش قطع میشه. این هر نوعی با هم دیگه فرق میکنه. اینجا او برای تخییر نیست. لذا دقت بفرمایید آیه را و ببینید که آیا شرایط افساد همینه که امروز به مردم حکم صادر میکنند؟ نیست. متاسفانه فهم قرآن ضعیفه. اگر کسی میخواد از قرآن برداشت بکنه، از قرآن استنباط بکنه، اگر خودش بالاخره در فهم دچار مشکل است، بره فهم سلف را ببیند.
فهم اونهایی که قرآن را خوب فهمیدن، فهم اونهایی که از صحابه قرآن را یاد گرفتند. اونها نمیگن که این هر چیزی که قاضی گفته اختیار داشته باشد، نه. الله می فرماید انما جزاء الذین یحاربون الله، جز این جزای اونهایی که می جنگند با خدا، محاربه می کنند با خدا و رسولش، با بندگان خدا، با صالحان محاربه با خدا و رسولش. و یسعون فی الارض فسادا، و تلاش می کنند در زمین فساد را، سعی می کنند در زمین فساد و خون ریزی به پا بشه. جزای اونها اینه او ان یقتلوا، اینکه کشته بشوند در صورتی که انسانها را کشتند، او یصلبوا، یا بدار زده بشوند در صورتی که هم انسان کشتند هم مال بردند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم. پس معلوم میشه که کسانی که راهزنی میکنند، افساد فی الارض میکنند، کسانی هستند که به منظور مال و تاراج مال مردم این کار را میکنند. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پایشان برعکس قطع بشه، یعنی دست راست و پای چپ. او ینفوا من الارض، یا از زمین نفی بشن، برداشته بشن. به این معنی که امام شافعی میگه تبعید بشند و امام ابو حنیفه میگه زندان بشند. ذلک لهم خزی فی الدنیا، این برایشان رسوایی هست در دنیا، این نتیجه دنیا است. اما نتیجه آخرت، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، در آخرت برای اونها عذاب عظیم هست. اما همین محارب اگر توبه بکند، هم در توبه برش بازه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. این توبه چه زمانی است؟ قبل از اینکه شما بر اونها مسلط بشید، قبل از اینکه شما بر اونها قادر بشید، دستگیرشون بکنید. اگر توبه کردند الله عزوجل توبهشون را میپذیرد و خدا غفور و رحیم است. البته در این زمان حق الله معاف میشه، حق بندگان معاف نمیشه. اگر کسی رو کشتند، قصاص به عهده کی هست؟ ولی دم است. اونا بخشیدند. و در صورت اول بعضی از مفسرین میگویند که قبل از اینکه توبه بکنه دستگیر شده توبه هم نکرده، حتی اگر ولی دم معاف بکند، قاضی باید اعدامش بکنه یا او را بکشد. چرا؟ چون که در این زمان این حکم قتل و اعدام تنها برای قصاص نیست، به خاطر همین محاربه و افساد است، ولو اینکه اونها ببخشند. اما بعد از اینکه توبه کرده دیگه حق الله معافه، به عنوان حق الله قصاص نمیشه. ها ولی دم تقاضا بکند و چیزی دیگه هست. و همچنین مالی که برده اون مال معاف نمیشه، مال را باید پس بده. من قبل ان تقدروا علیهم، قبل از اینکه شما بر اونها قادر بشید. فاعلموا ان الله غفور رحیم، بدانید که خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون. اینجا الله عزوجل ترغیب میده به سوی توبه و حتی بعضی میگن اشاره به محاربین است. بعد از آیه محاربه آمده، همین محاربینی که دستگیر شدن یا نشدند اونها مورد خطابند که از خدا بترسید و راهایی که شما را به خدا نزدیک بکند، وسیله‌ای که شما را به خدا نزدیک بکند، قرب خدا را حاصل بکنید، به اون وسایل متوسل بشید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، اتقوا الله، از خدا بترسید و از خدا پروا داشته باشید، تقوا را اختیار کنید. وابتغوا، اصل اول تقواست، اصل دوم وابتغوا الیه الوسیله، به سوی پروردگار وسیله را بطلبید. ببینید وسیله چیه؟ هر چیزی که
انسان به او متوسل بشه اون وسیله است. و هو کل ما یتوسل به. مثلا آب شما چقدر، چاه شما چقدر عمق داره؟ 20 متر. شما اون بالای زمین هستید و آب 20 متر پایین، شما نمیتونید آب بکشید. وسیله کشیدن آب چیه؟ همین تناب و دلف. این وسیله هست. کل ما یتوسل به، هر چیزی که به وسیله اون چی بشه؟ وسیله گرفته بشه. این وسیله را شما استفاده میکنید، آب را از چاه در میارید. اینجا مراد وابتغوا الیه الوسیله، هر چیزی که شما را به خدا برساند، هر چیزی که شما را به خدا برساند. ببینید چه چیزهایی ما را به خدا میرسانند. این را باید از خود خداوند پرسید چه چیزی ما را به خدا میرساند، چه چیزی میتونه وسیله رسیدن ما به خدا باشد. هر چیزی که در قرآن و سنت آمده به عنوان وسیله درسته. بعضی ها متاسفانه از این آیه برداشت سو میکنند، برداشت بد میکنند. میگویند وابتغوا الیه الوسیله، یعنی به وسیله مردان خدا، العیاذ بالله. به وسیله انسانها را وسیله قرار بدید و خود را به خدا نزدیک بکنید. این غلط است. اینکه ما اونها را وسیله قرار بدیم که ما را به خدا نزدیک بکنند، به اونها متوسل بشیم. خدا چنین چیزی نگفته. و این چیز را مشرکین میگفتند. به مشرکین میگفتند چرا این بزرگان را شما عبادت میکنید؟ بزرگان را عبادت میکردند. قبلا در مقدمه و در مسئله اله ما خواندیم که اونها نماد بزرگان را به شکل مجسمه درست کرده بودند. لذا میگفتند که چرا این انسانها را عبادت میکنید؟ اونا چی میگفتند؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا وسیله های ما هستند که ما را به خدا نزدیک میکنند. پس این وسیله ناجایزی است. این وسیله همون وسیله هست که مشرکین داشتند، فریاد میزدند اونها را یا منات یا عزا یا لات یا فلان. اینا از نظر اونها چی بودند؟ انسانهای خوبی بودند. فرشتگان را صدا میزدند، مسیحیان عیسی را صدا میزدند. این را وسیله برای رسیدن به خدا میدانسته. این وسیله ناجایزه. منظور از وسیله اون چیزی که جایز هست و وسیله بودنش از قرآن و سنت ثابته. اون چیه؟ اول ایمان است. ما خواندیم که توسل بالایمان در قرآن مجید هست. هر چیزی را که به عنوان توسل میخوای انتخاب بکنی، ببین در قرآن ثبوتی دارد یا نه، در حدیث ثبوتی دارد یا نه. بعداً اون را به عنوان وسیله انتخاب بکن. پس ایمان و عمل صالح، این دو چیز. ربنا آمنا بما انزلت، خدایا اون چی که نازل کرده بهش ایمان داریم. ایمان به قرآن وسیله. واتبعنا الرسول، یا ایمان به کتاب مقدس انجیل. واتبعنا الرسول، اینا حواریون میگفتن نه، و پیروی کردیم رسول را. پس این هم ایمان است و هم عمل صالح است نه. فاکتبنا مع الشاهدین، بعد از اینکه این دو وسیله را ذکر کرد الان دعا میکنه فاکتبنا مع الشاهدین. یا دعایی که قرآن به ما آموزش داده، ما وقتی که مغفرت میخواهیم اول وسیله بگیریم، وسیله به ایمان. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این وسیله است. خدایا این منادی که تو فرستادی گفت ایمان بیار، ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پس ببخش. پس ببین ایمان را وسیله قرار داد، الان میگه فاغفر لنا. یا داستان اون 3 نفر که در غار، اونها هم وسیله بالاعمال گرفتند. 3 نفری که در غار رفتند از طوفان و رعد و برق و صاعقه،
که بالاخره سنگ غلطید و جلوی غار را بست. اینا باید اونجا جان میدادن. سنگ چنان بزرگ بود که نمیتونستند بیرونش کنن. آخر گفتن هر عملی در زندگی خودمون کردیم اون عمل را وسیله قرار بدیم و از خدا بخوایم این سنگ را دور کند. بالاخره هر یکی برای پدر و مادر خدمت کرده بود، یکی حق کارگر و حق ضعیف را برش نگه داشته بود تا اون چندین گوسفند و مال شده بود، یکی دیگه برش موقعیت گناه و زنا پیش آمده بود نکرده بود. هر یکی گفت خدای اگه این کار را به خاطر تو کردم این را دور بکن. هر بار سنگ چی میشد؟ تکان میخورد تا اینکه راه باز شد. یعنی ثابت میشه که انسان اگر عمل خالصانه و مخلصانه کرده میتونه اون عمل انسان را به خدا نزدیک میکنه، اون عمل را انسان میتونه وسیله خود قرار بده. پس وابتغوا الیه الوسیله، تمام طاعات و ترک سیئات مراد هستند. تفسیر نصفی مدارک علامه نصفی همین نوشته و هی کل ما یتوسل به، وسیله یعنی چه؟ کل ما یتوسل به فاستعیرت لما یتوسل به الى الله تعالی من فعل الطاعات و ترک السیئات. پس اینجا مجاز استی هست، استعاره استی هست. هر چیزی که ما را به خدا برساند، چی ما را به خدا میرساند، به خدا نزدیک میکنه؟ من فعل الطاعات و ترک السیئات. اصل وسیله اینه، اون چیزی که انسان را به خدا نزدیک میکنه. نه اینکه اصلا نه نماز میخونه نه طاعت و بندگی میکنه، فقط اسم یکی از بزرگان را، اسم سیدنا علی امام حسین پیغمبر خدا را میگه خدایا به آبروی اینها و به وسیله اینها مرا ببخش. نه، این چنین چیزی ثبوت ندارد. خودش باید با طاعات و عبادات خودش را به خدا نزدیک کند. علاوه از این وسیله صورتهای دیگری هم از وسیله هست. الان ببینید اینجا هم ایمان ثابت شد هم طاعات. در این حدیث بعضی ها فعلشون طاعات بود، بعضیشون ترک سیئات بود. یکی ترک زنا بود و دو تا دیگه، یکی خدمت به پدر و مادر، یکی حق ضعیف و کارگر را برش نگه داشتن و بهش دادن. پس اینها میتونه وسیله باشه. دیگه وسیله در قرآن آمده اسماء حسنا، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. شما میتونید با اسماء حسنا وسیله بگیرید، خدا را به وسیله اون صدا بزنید. در حدیث آمده وقتی که شما دعا میکنید این صفت پروردگار را بگید، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یا در روایت های دیگه آمده یا حی و یا قیوم. این اسماء حسنا هستند. یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا غفور. به این اسماء متوسل بشید، شما وسیله به چیز مشروعی. این وسیله ها از قرآن ثابته. همچنین وسیله به دعای صالحین زنده، نه صالحین مرد، صالحین زنده وسیله. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که تشریف داشتن برای مقاصد مختلفی صحابه می آمدن طلب دعا می کردن. یکی تقاضای دعا کرد، یا رسول الله برای پدر من که هدایت بشه، ایماندار بشه، ایمان نصیبش بشه. حضرت ابوبکر صدیق تقاضا کرد. این وسیله به دعای رسول الله. رسول الله دست بلند کرد، خدا ابو قحافه را هدایت کرد. یکی وسیله برای اینکه یا رسول الله دعا بکن خدای تعالی در مال من برکت نهد. رسول الله دعا کرد، خدا بهش مال داد. بر منبر نشسته بود، یکی آمد گفت یا رسول الله تمام گوسفندان و مواشی از بین رفتند، قحط همه جا گرفته، دعا کن که خدا باران بده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کرد، خدا باران عنایت فرمود. پس توسل به چی؟ به دعای احیا، زنده ها. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم
به سیدنا عمر وقتی که میخواست به عمره بره گفت که این برادرت را از دعا فراموش نکن، تقاضای دعا کرد. و به سیدنا عمر درباره اویس قرنی فرمود که چنین شخصیتی است برای خدمت مادرش نیامده به دیدار ما، هر وقتی که دیدی از او تقاضای دعا کن که مقبول الدعا و مستجاب الدعوات است. پس این نوع وسیله ها جایز، اینا ثابته از قرآن از سنت. توسل به دعای صالحین، از اونها تقاضای دعا کرده. اما از وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از این جهان تشریف بردند و چشم فرو بستند، در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه قحط شد، نیامدن بر قبر مبارک نگفتن یا رسول الله دعا بکنید که خدا باران بده. چیکار کردن؟ عباس را که عموی رسول الله بود، عباس را برداشتند و رفتن بیرون مدینه دعا کردن، گفتن پروردگارا کنا نتوسل بنبیک صلی الله علیه وسلم، اون زمان که نبی زنده بود ما به دعای ایشون، نبی که این دعای ایشون، ما از ایشون میخواستیم دعا میکرد، الان ایشون در میان ما نیست، الان به عم نبیت متوسل میشیم، یعنی عباس دعا میکند تو دعا را قبول کن. عباس اونجا دعا کرد، الله عزوجل باران داد. پس ببینید تا جایی که برای ما قرآن و سنت اجازه میده ما از این توسلات استفاده بکنیم. چیزی که ثابت نیست، فلان بزرگوار گفته، خب هر بزرگواری حرفش سند نمیتونه باشه. برای ما قرآن و سنت ملاک است. بزرگواران هستن که چیزهایی میگن که از قرآن و سنت ثابت نیست، هیچی که برخلاف قرآن و سنت است. قدیم کتابی میخواندن تحفه نصائح، اینجا میگفتن تحفه النساء، تحفه نصائح. اون بزرگوار که اون کتاب را نوشته که مرغک نشیند بر قبر مرده بداند ماده نر، یعنی مرغی که روی قبر میشینه اون مرده میدونی که ماده هست یا نر است، تا این اندازه تشخیص دارد. این چیه؟ اینا را از کجا ثابت میکنند؟ الله عزوجل درباره اونها میگه و هم عن دعائهم غافلون، اون چطور میدونه که این ماده هست یا نر هست؟ لذا هر چی که کتاب ها گفته برای ما نمیتونه ملاک باشه، هر چی که از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت بشه. بنابراین این توسلات جائز هست. یه بحثی هست که توسل به حرمت نبی، به حرمت پیامبر، به آبروی پیامبر، به محبت پیامبر یا به حق پیامبر، چون بعضی اشعار هم هست به حق نبی، به حق فاطمه و آل علی. ببین درباره حق علماء ما نوشتند که هیچ کسی بر الله حقی ندارد. اون که الله تعالی فرموده حقا علی المحسنین، اون حق تفضلی است، خدا خودش فضل میکنه. لذا به حق را علماء تصریح کردن که وسیله به حق جایز نیست. اما به حرمت نبی، به آبروی نبی، به محبت نبی توجیهی دارد، به این صورت که ما بگیم محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حرمت رسول الله جزء از ایمان هست. این را به این معنا بگیم که بالاخره چون من با نبی تو محبت دارم، این از ایمان تو هست که با رسول الله این محبت داری، به خاطر همین محبت من مرا ببخش، این مشکل من را حل بکن. خب این را میشه توجیه کرد. این را میشه توجیه کرد به چی؟ به وسیله به اعمال، به ایمان. اما بالاخره این توجیهات ما هستند که مسلمانانی که به این صورت دعا می کنند اونها دعایشون رد نشه از نگاه بالاخره
کسانی که بحث وسیله را می کنند. و الا بهتر نیست انسان، توسلات جایز خیلی زیاد هست، توسلات جایز فراوان هست. انسان همون توسلاتی که بی‌غش هستند، بدون اختلاف هستند، مثل توسل بالایمان، توسل به اعمال صالحه، توسل به دعای صالحین زنده، توسل به اسماء حسنا، از اون توسلات انسان چی بکنه؟ استفاده بکنه. لذا این مختصری هست در رابطه با بحث وسیله که اینجا خدمت شما عرض کردم. دو جا در قرآن بحث وسیله آمده، یکی اینجا و یکی در سوره مبارکه بنی اسرائیل، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. یعنی بزرگان خودشون دنبال راهایی هستند که خودشون را به خدا نزدیک کنند. ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه. لذا ما هم باید همون وسائلی را اتخاذ بکنیم و انتخاب بکنیم که ما را به خدای عزوجل نزدیک بکنه. لذا اینجا یک وسیله را الله عزوجل ذکر فرموده. این وسیله خیلی وسیله قوی است. این وسیله چیه؟ جهاد است. و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد بکنی خیلی به خدا نزدیک میشی، قرب خدا را حاصل میکنی. چنان قرب خدا را حاصل میکنی که وقتی در راه خدا اگر شهید بشه اولین قطرت بریزی تمام گناهانت پاک میشه. از حدیث ثابته، مستقیم به بهشت میری. لذا اینها هستند وسیله های اصلی و حقیقی. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید، و ابتغوا الیه الوسیله، و بسوی الله وسیله را بطلبید. وسیله یعنی چه؟ یعنی فعل طاعات و ترک سیئات بکنید تا به خدا نزدیک بشید. و جاهدوا فی سبیله، در راه الله جهاد کنید. این هست وسیله، جهاد کنید در راه الله لعلکم تفلحون، تا که شما رستگار بشید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا. ببینید بهترین وسیله که انسان را به خدا میرساند ایمان است. در مقابل ایمان چیه؟ کفره. اگر این یکی را نداشتی، ایمان را نداشتی و کفر باشه، هر چی که هزینه بکنی، بقیه وسیله ها را استفاده بکنی، بخشوده نمیشی. حتی خداوند عزوجل میفرماید لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چی که در زمین هست ارزش پولیشون چقدر هست خدا میدونه. همین اندازه داشته باشی، دو برابرش داشته باشی، فدیه بدی به درد نمیخوره. وسیله اصلی چیه؟ ایمان. لذا الله میفرماید ان الذين كفروا، همانا آنهایی که کفر کردند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر باشد برای اونها بالفرض، اگر باشد برای اونها ما فی الارض جمیعا، تمام خزائن و دفائنی که در زمین هست، و مثله معه، مثل اینها یعنی همین قدر دیگر باشد، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه، تاکه فدیه بدهد آن را از عذاب روز قیامت تا نجات بیابد. ما تقبل منهم، قبول نمیشه از اونها، ولهم عذاب علیم، برای این افراد عذاب دردناک است. چون که ایمان نیست. ایمان که نیست دیگه هیچ وسیله کارساز و کارآمد نیست. و این افراد هر چی که میخواند خارج بشند از جهنم خبری نیست. یریدون ان یخرجوا من النار، اینها میخواند که از آتش خارج بشند. و ما هم بخارجین منها، اما اینها خارجین از آتش نیستند. ولهم عذاب مقیم، برای اینها عذاب دائمی هست. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما قبل از این بحث سرقت را خواندیم، اما اون سرقت کبرا هست. راهزنی
و قطع الطریق اون سرقت چیه؟ کبرا هست. 4 تا مجازات ذکر شد اونجا. کسی فکر نکند که هر سرقتی مجازاتش اونه. اینجا دیگه سرقت صغرا را خدا ذکر میکنه. سرقت صغرا یا همون سرقت اینه که مال محفوظی، البته مالی که ارزش داشته باشه. ارزشش را فقها متفاوت و مختلف گفتند. بقیه ائمه میگن 1/4 دینار که حدوداً 3 درهم میشه. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمه 1 دینار که 10 درهم حد اقل باشد. منظور مالی باشد. این مال هم مال محفوظی باشد، یک جایی حفظ شده باشد، مخفی شده باشد، تو صندوق، تو گاف صندوق این را قفل کردند. سر راه نباشد. سر راه اگر باشه کسی برداره این سرقتی نیست. یا جایی بیرون گذاشته شده باشد ولو اینکه تو کوچه باشد این سرقتی حساب نمیشه، به خاطر این دست قطع نمیشه. و همچنین اختلافی نباشد، یه وقت این ادعا کرده نباشد، غصبی نباشد، مشکوک نباشد. تمام این شرایط باید رعایت بشه. شرایطش خیلی زیاد هستند. لذا وقتی که همه شرایط هست سرقت دیده میشه، مال هم مال نفیس و ارزشمندی هست، اون وقت دست سارق قطع میشه. الله میفرماید والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. مرد سارق یا زن سارقه دستشون را قطع کنید. چرا؟ جزاء بما کسبا، جزای آن چیزی که اینها کسب کردن، نکالا من الله. این عبرتی هست و درسی هست از جانب خدا. خب شاید شما سوال کنید که شما 10 درهم را گفتید در حالی که ارزش دست انسان خیلی زیاد است. نیم خونه نه؟ 50 شتره. کجا 10 درهم؟ حداقل مال به اندازه 50 شتر باشه. بزرگان میفرمایند که دست در صورتی اون ارزش را دارد که بالاخره دست درستی باشد. وقتی که این دست نادرستی هست، این ارزش خودش را با همون دزدی از دست داده. بالاخره فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. این عبرتی است از جانب الله. والله عزیز، خداوند غالب است، هر حکمی میتونه برای شما صادر بکنه، اختیار مطلق داره. اما حکیم، اون ذات حکیم هست، دانشمند هست. احکامی که صادر میکنه این احکام همراه با چی هستند؟ حکمت و فلسفه. اما اگر همین سارق توبه بکند قبل از دستگیری، همونطور که درباره قطاع طریق است، این حد ساقط میشه، فقط همون مالی که برده برگرداند. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، هر کسی توبه بکنه بعد از ظلمش و اصلاح بشه، فان الله یتوب علیه، همان خداوند عزوجل بر او رجوع میکند. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. اینجا بعضی معتقده این تأکید تعمیل است. این احکام را خدای عزوجل صادر فرمود، حالا می فرماید من پادشاه مطلق هستم، باید احکام من را اجرا کنید. بعضی میگه این قبل از این احکام بحث مسیحیت بود. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. این مربوط به اونجا هست که کسانی که مسیح را خدا میدانند اینا مرتکب کفر شدند. چرا؟ چون خداوند ذاتی است که دارای این صفات است. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آیا نمیدانی که همانا الله برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین. یعذب من یشاء، هر کسی را بخواد عذاب میده، و یغفر لمن یشاء، هر کسی را بخواد میبخشد. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیزی قادر هست. نه عیسی و مادرش اگر مربوط به اونجا باشه. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين. الله عز وجل در اینجا که تقریبا بخش دوم سوره از اینجا شروع میشه، زجر و سرزنش میفرماید منافقین را و همچنین یهودی ها را. اصل منافقین یهود بودند. اینها
می آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم می نشستند. هدفشون موعظه نبود، هدفشون یادگیری نبود، هدف جاسوسی بود. مطالبی را از اونجا می بردن برای اون اربابان خودشان و الله عزوجل نسبت به اینها تذکر دادن و پیغمبر را تسلی دادن. یا ایها الرسول، ای رسول صلی الله علیه و سلم. یک نکته که از اهل تفسیر نوشته بود و بالاخره پسند شد اینه که خداوند عزوجل هیچ جا پیغمبر را به یا محمد خطاب نکرده، بلکه 3-4 جا که نامی رسول الله را آورده خدمت شما عرض کردم، اونجا بنابر حکمتی هست. هر جا رسول و نبی بالخصوص وقت خطاب میکنن یا ایها الرسول یا ایها النبی میگوید. اما پیامبران گذشته یا ابراهیم، یا موسی، یا یوسف اعرض هذا، یا عیسی، اونها را به نام خطاب میکرد. چرا؟ چون که اون خطاب مخصوص زمان اونهاست. اونها پیغمبر زمان خودشون هستند، پیغمبر زمانهای بعدی تا قیامت نیستند. اما چون که این دینی هست تا قیامت و این کتابی هست تا قیامت، لذا اشاره به این هست که ایشون تا قیامت رسول هست، تا قیامت نبی هست. به این خاطر یا ایها الرسول میگه. امروز هم برای ما ایشون رسول الله است، دیگه منتظر پیغمبری دیگر نیستیم. به این معنی است یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شما را حزین و غمگین نکند کسانی که یسارعون فی الکفر، در کفر چی میکنن؟ مسارعه میکنن، زود به سوی کفر میروند. کیاست اینها؟ من الذين قالوا آمنا بافواههم، منافقین، اونهایی که میگویند ما ایمان آوردیم اما با دهان میگویند ولم تؤمن قلوبهم، دلهایشان ایمان نیاورده. اینها شما را نگران نکنند. و همچنین اربابان اینها، دستور دهندگان اینها، اونا کی هستند؟ و من الذین هادوا، و از کسانی که یهودی شدند، سماعون للکذب، اینا چیکاره هستند؟ اوصاف را ذکر میفرماید. ای هم سماعون، اینها گوش کنندگان دروغ هستند. سماعون لقوم آخرین، گوش کنندگان هستند برای قوم دیگر. یعنی چی؟ یعنی اینها راست تو گوششون نمیره، دروغ را میپذیرند. سماعون للکذب به این معنی هست. اما سماعون لقوم آخرین به این معنی هست که اینها که اگر از شما گوش میکنن، اینجا به منظور اطاعت نیست، به منظور جاسوسی هست. سماعون لقوم آخرین والمراد انهم عیون علیه السلام لأولئک القوم. اینها در محضر رسول الله جاسوس هستن برای اون قوم. سماعون لقوم آخرین، اون قوم آخرین که لم یأتوک، اون ملاهایشون که پیش تو نیامدند. و اینها چیکار میکنن؟ یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. عرض به خدمت شما که گرچه قبلا خدمت شما ذکر کردم، زیاد ما شأن نزول ذکر نمی کنیم. مفهوم آیات عمومی هستند، در هر زمان مصداق دارند، اما بعضی وقتا اشاره به واقع خاصی هست، اونجا ما شأن نزول را بیان می کنیم، ذکر می کنیم تا اینکه اون آیه بهتر فهمیده بشه. این آیات اشاره به جریانی هستند که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. در خیبر اتفاق افتاد. در خیبر 2 یهودی مرد و زن بودن، با هم دیگه زنا کردند، عمل بی عفتی انجام دادند. هر دو ازدواج کرده بودند. خب حکمشان در نزد یهود سنگسار بود. اما یهودی ها یکی از صورتهای تحریف همین بود که احکام را، عین حکم را برای کسانی که فقیر بودند، پارتی نداشتند، کسی نداشتند، بر اونها اجرا می کردند.
اما کسی که پارتی داشت، از یک خانواده مرفه و خاندان معروفی بود، برای او تحریف میکردن، راه درست میکردند، راهکار میدادند. لذا این دو نفر وقتی که زنا کردند، اینها از خاندان پیش اونها شریف بودند، خاندانی بودند که اونها نمیخواستند، ملاهای اونجا نمیخواستند بر اینها حد جاری بشه. از یک طرف خودشون را متدین هم میدانستند. گفتند که شما برید پیش این پیامبر مسلمانان، رسول الله را به عنوان پیامبر قبول داشتند، ولی گفتم مال ما نیست، به ما گفته شده به اون پیامبری ایمان بیاریم که مال خود ما از بنی اسرائیل باشد. لذا گفتم پیش پیامبر مسلمانان برید، ببینید که اگر این حکم یک حکم تحریف شده درست کرد، چون اونها میدونستند که قرآن مجید اکثر احکامش نسبت به تورات در این قرآن تسهیل آمده، آسانی آمده. خیلی احکام دیگه که قبلا مثالهاشان را خواندیم. گفتن ان اوتیتم هذا، یعنی این چیزی که ما میگیم اگر این به شما گفته شد فخذوه، بگیرید. اونا گفتند که شما اونجا بگید که کسی که در دین ما مرتکب زنا بشه، تنبیه هست، تنبیه بدنی هست، بی‌آبرو کردنش هست، تشهیر هست، چهرهش را نصف چهرهش را سیاه کردن هست، شلاق زدن هست. اگر چنین چیزی اونها هم داشتن فخذوه، اونو بگیرید، یعنی بگید پس بر این اجرا بکنه، بذار بر اساس کتاب آسمانی و دین خدایی این حد اجرا بشه، اگر نه قبول نکنید. اینها آمدند همون بزرگانشون که در رأس بودن خودشون نیامدند، منافقین را و سطح پایین ها را فرستادن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آن حضرت فرمود، خداوند عزوجل از طریق وحی به آن حضرت خبر داد که اینها به چه هدفی میاند. در خود تورات که کتاب اینهاست و هر چیز را از روی تورات عمل میکنند، اونجا رجم نوشته، اون را دیگه تحریف نکرده بودند، اتفاق برایشون پیش نیامده بود. اونجا سنگسار نوشته، رجم نوشته. لذا وقتی که آمدند، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از اینها پرسید که در تورات چی نوشته، حکمش چیه؟ اونا را چون درس داده بودند، گفته بودند چی بگید، گفتند در تورات این حکم است که اگر کسی مرتکب این کار شد، اون را تشهیر بکنند، چهرهش را سیاه بکنند، شلاق بزنند. آن حضرت فرمود که بیارید تورات را آوردند. یه عالمی که هم مال خیبر فدک بود به نام عبدالله ابن سوریا، اون را گفت که بیار تورات را بخون. او آورد تورات را خوند، اما آیه‌ای که در اون آیه رجم بود، جمله‌ای که در اون جمله رجم بود، او را نخواند و بعد از اون را خواند. حضرت عبدالله ابن سلام که از علماء سابق یهودی بود و صحابی مخلصی بود، او گفت این آیه را بخوان، اشاره کرد به همون جمله و آیه‌ای که درباره رجم هست. چرا کتمان میکنی؟ او خجل شد، شرمنده شد و او گفت که بله، به ما گفته شده که این را ما نگوییم و گفتیم اگر در دین شما بر اساس شریعت شما اگر آسانی هست ما عمل کنیم. رسول الله فرمود نه، هر دو شریعت رجم را میگن، باید این رجم بشه. بالاخره هر دو تا رجم شدند، سنگسار شدند. اینجا به اون آیه اشاره هست و به اون حکم تورات اشاره هست که میگوین یحرفون الکلمه من بعد مواضع، کلمات کتاب الله را، یعنی تورات را، من بعد مواضعه، یعنی بعد از مواضعش. بعد مواضع یعنی چه؟ تفسیر کبیر گفته ای وضع الجلد مکان الرجم، به جای رجم چی را گذاشتند؟ جلد و شلاق را. این بعد از مواضع اصلیش. یقولون به این زیردستان خودشون میگویند، همین محرفین قائلین میگویند ان اوتیتم هذا فخذوه،
اگر این چیز داده شدید از سوی پیامبر، این چیز یعنی چه؟ یعنی جلد بگیرید. و ان لم تؤتوه، اگر این داده نشد به شما، فاحذروا، برحذر باشید. یعنی میگفتند که اگر به شما حکم شلاق داده همون جا اجرا کنید، اگر نه قبول نکنید. الله عزوجل ذکر می فرماید گمراهی اینها را: و من یرید الله فتنته، هر کسی الله اراده گمراهی او را بکند، فتنته ای اضلاله، فلن تملک له من الله شیئا، هرگز شما مالک نیستی برای او از جانب الله هیچ چیزی. اولئک الذین لم یرد الله، این افراد یعنی این اهل کتاب، این اهل کتاب، این یهود، اونهایی هستند که لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، الله نمیخواد دلهای اونها را پاک بکند، مقدر اینها نیست که دلشون پاک بشه، ایمان بیاورند. لهم فی الدنیا خزی، برای اینها در دنیا رسوایی هست، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای اینها در آخرت عذاب بسیار بزرگ هست. لذا اینها آمدند که فقط هر چیزی که دل بخوای اونهاست عمل بکنند. خب قبل از این گفتیم سماعون للکذب، اینها راست را گوش نمی کنند، دروغ گوش می کنند. چرا؟ به خاطر خوردن مال حرام. سماعون للکذب اکالون للسحت. کذب چیه؟ همون دروغ هایی که اینها از خود درست می کردن در تورات، یعنی تحریف. چرا تحریف میکردن؟ به خاطر حرام خاری. اکالون للسحت، حرام خاری. این علت تحریف است، علت تحریف است. اینجا در پرانتزی بنده عرض بکنم که متاسفانه در امت ما و در میان ما هم افرادی که اکالون للسحت هستند، حرام میخورند، هم وجود دارند. به خاطر همین تحریف می کنند، تغییر میدن احکام را، خرافاتی از خود ایجاد می کنند تا به نوایی برسند، شکمشون سیر بشه، سفره از همه رنگ جلوی اونها گذاشته بشه. قبلا هم این نکته را عرض کردم. به همین خاطر اکثر تحریفات و خرافاتی که در این دین هست و بعضی ها ایجاد کردن، تحریف لفظی کسی نمیتونه بکنه، اما تحریف معنوی میکنن، طوری تفسیر میکنند که سفره پهن بشه. لذا اکثر اینها در همین راستا هست. بنابراین برای علما درست نیست که در چنین محافلی شرکت بکنند. اون محافلی که اونجاها سفره پهن شده و انگیزه چیه؟ انگیزه یکی از رسومات خرافی است، انگیزه یکی از مسائل خرافی است که ولو اینکه پیشینیان درست کردن شما مخالفید باش، ولی خوردنش درست نیست. خدای نکرده خوردن اون یه وقتی به این وصف نینجامد، اکالون للسحت یا آکلون للسحت، حرام خار نباشیم. لذا الله تعالی دلیل تحریف را، کسانی که تحریف میکنن، کسانی که تغییر میارن، کسانی که خرافات درست میکنن، از خود میتراشند، به خاطر چیه؟ به خاطر خوردن هست. الله میفرماید سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی گوش میکنن، زیاد گوش میکنن دروغ را. چرا؟ اکالون للسحت، به خاطر اینکه زیاد میخورن حرام. این سماع و اکال مبالغه، زیاد خوردن، زیاد گوش کردن. لذا حالا پیغمبر چیکار بکنند؟ چنین حرام خارانی را اصلا فیصله شون را نکنه بهتر نیست؟ خداوند میفرماید نه، اگر آمدند برای حکمیت، شما طبق شریعت فیصله بکن. فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، اگر پیش شما آمدند، فاحكم بینهم، بین آنها فیصله کن، او اعرض عنهم، یا اعراض کن، اختیار داری. ببینید یک مسئله دیگری من خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که غیر مسلمانان وقتی که در کشور ما زندگی می کنند، آیا ما وقتی که بین اونها فیصله می کنیم، قاضی ما بین اونها فیصله می کند، این قاضی ما بر اساس احکام اسلام فیصله بکند
یا نه بر اساس احکام خود اونها. ببینید ما معتقدیم کفار در فروع مخاطب نیستند، مکلف نیست. البته اختلاف فقها در این باره هست. لذا وقتی که اونها متدین به یک دینی هستند، اونها باید قاضی داشته باشند، اونها باید فیصله کننده داشته باشند در دادگاه های ما که اینها بر اساس اصول و قوانین خود اونها چی بکنند؟ مسائلشون را فیصله بکنند، بالخصوص مسائل حقوقی اونها را. اما وقتی که پیش ما آمدند، ما هم به همون اونها حواله بدیم. اما اینجا اگر این فیصله شد که سنگسار بشن، به دلیل اینکه اون چیزی که در تورات بود و اون چیزی که در شریعت ما بود مشترک بود، یکی بود، فرقی نمی کرد. لذا الله می فرماید فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، بین اونها فیصله کن یا اعراض کن. وَإِنْ تُعْرِضْ عنهم فلن يضروك شيئا، اگر اعراض کنی هیچ ضرری برای تو به تو ضرر نمیرسانند. منظور اینه که اونها نمیتونن به شما آسیبی برسانند. و این حکمت، اما اگر حکمیت کردی، فحکم بینهم بالقسط، به انصاف، طبق دستور قانون شرعی انصاف چی فیصله کن. ان الله يحب المقسطین، همانا الله تعالی انصاف کنندگان را دوست دارد. و کیف یحکمونک و عندهم التورات، حالا الله تعالی میفرماید چگونه شما را حکم قرار میدن در حالی که پیش خودشون تورات است. فیها حکم الله، درباره همین مسئله در تورات حکم خدا هست. اشاره به چیه؟ به رجم. خدمت شما عرض کردم که مسئله رجم و سنگسار در قرآن اشارهش هست، همینه. در احادیث متواتر که ثابت هیچی، اینجا هم هست. فیها حکم الله. خب همه میدانند که این آیات در رابطه با چه جریانی نازل شد. ثم یتولون من بعد ذلك، بعد از این هم برمیگردند از این. و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمن نیستند. مؤمن نیستن، خب مسلم اینا مسلمان نیستم. نه، منظور و ما اولئک بالمؤمنین، به هیچ کتابی ایمان ندارن. دروغ میگم ما به تورات ایمان داریم. و ما اولئک بالمؤمنین بشیء من کتاب الله لا بالتورات و الا لعملوا بها و آمنوا بما يصدقه و يوافقه ولا بکتابک. مظهری یعنی نه به تورات ایمان دارن نه به قرآن ایمان دارن. و ما هم بالمؤمنین به این معنی هست و ما اولئک بالمؤمنین. اگر به تورات ایمان داشتند خب حکم تورات را اجرا میکردند، چرا پیش شما میاند؟ و ما اولئک بالمؤمنین به این معنی هست. حالا خداوند عزوجل درباره تورات میفرماید فضیلت تورات. تورات بالاخره در زمان خودش کتابی قابل عمل بود. در تورات بعدا اینا تحریف کردن. در تورات تمامش عرض کنم که احکام خدا هست. در تورات هدایت بود، نور بود، از نظر راهنمایی هدایت بود، از نظر عمل کردن نور بود. انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، همانا ما تورات را نازل که این که ما میگیم ما امت وسطی هستیم، امت معتدلی هستیم، در ما تعصب نیست. ببین کتاب اونهاست ولی در کتاب ما چقدر ازش تعریف شده. فیه هدى و فیها هدى و نور. پیغمبر اونهاست ولی ما میگیم علیه الصلاة والسلام ما بهش ایمان داریم. ایمان به او را ما موجب نجات خودمون میدانیم. پس این هست وسطیت، این هست اعتدال، این هست عدم تعصب. اما اونها به پیغمبر ما ایمان نمیارن، هیچی که توهین میکنند. حالا اختلاف از سوی کی هست؟ مسلمه. انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، همانا ما نازل کردیم تورات را در آن هدایت و نور هست. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، به این تورات حکم کرد، یعنی بر اساس این فیصله کرد تمام نبیونی که تسلیم او بودند اعتقادا و عملا،
همه نبیین بر این فیصله کردن، اینها چرا فیصله نمی کنند؟ للذین هادو فیصله کردن برای یهودیان، والربانیون والاحبار، و همچنین دراویشت فیصله کردند، والاحبار علمایشون فیصله کردند، بما استحفظوا من کتاب الله. این سببی است، به سبب اینکه اونها مسئولیت حفظ کتاب الله را داشتند. ببین به تورات کتاب الله گفته میشه، همونطور که مولانا نانوتوی میفرماند. اونها مسئولیت چی را داشتند؟ حفظ کتاب الله را داشتند. و کانوا علیه شهدا، بر این خودشون هم چی بودند؟ گواه بودند. بعضی میگن شهدا، تفسیر مظهری نوشته رقبا یعلمونه و یبینونه. گواه یعنی بیان کننده. ان ارسلناک بالحق شاهدا، شاهدا ای پیامبر ما تو را به عنوان بیان کننده فرستادیم. اونجا معنی راجح که عرض کردم شیخ ما ترجیح میده چیه؟ شاهدا به معنی بیان کننده. اینجا هم و کانوا علیه شهدا، گواه بودن به این معنی که یعلمونه و یبینونه، اون را تعلیم میدادن، بیان میکردن. همین علما، همین دراویش، همین رهبان و احبار. فلا تخشوا الناس واخشونی. لذا حالا خطاب به علما یهوده، ای یهودی ها، در طول تاریخ انبیاء شما بر اساس همین تورات حکم کردند. در طول تاریخ علماء شما، دراویش شما بر اساس همین فتوا دادند، عمل کردند. حالا شما چرا از مردم میترسید که بچهای پولدار هستند و مرتکب این عمل شدن میترسید؟ فلا تخشوا الناس واخشونی. از مردم نترسید، از من خدا بترسید. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، و در مقابل آیات خدا پول اندک نگیرید. شما میایید کتاب خدا را تحریف میکنید تا به شما پول بدند، فتوا بر اساس میل اونها صادر میکنید. این بدترین بدبختی یک عالم هست. خوب توجه کنیم، بزرگترین بدبختی یک عالم اینه که بر اساس هوای نفس مردم، بر اساس آلودگی مردم که آلوده شدن، سعی میکنه برای اونها فتوای جواز بده. جواز در اون کارهایی که اونها آلودند، گرفتار هستند. برای زکاتشون حیله درست کنه، برای نمازشون حیله درست کنه، برای رباخاریشون حیله درست کنه، برای کارهای دیگرشون حیله درست کنه، فتوا بده، پول بگیره، بعد به به بگن به این عالم و همیشه پاداش خوبی بهش بدند. فرق نمیکنه ملا چه یهودی باشه چه مسلمان، وقتی که احکام را تحریف کرد، تحریف لفظی اینجا نمیشه، تحریف معنوی کرد و بگه نه منظور این نیست، منظور اینه، اون وقت بالاخره مشمول این آیه میشه، مصداق این آیه میشه. الله میفرماید از مردم نترسید، از من رب بترسید. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، و نخرید در مقابل آیات من، نگیرید پول اندک. پول زیاد میگرفتم ولی هر چی بگیرن بی ارزش دنیا. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کسی بر اساس اون چیزی که خدا نازل کرده حکم نکند، او کافر است. اینجا نکته من خدمت شما عرض بکنم که بسیاری هستند که فتوای تکفیر صادر می کنند بر کسانی که در عمل سستی دارند و استنباطشون از این آیه هست. و من لم یحکم بما انزل الله، میگویند هر کسی که بر اساس فرمان خدا و آیات نازل شده خدا حکم صادر نکند، اون کافر است. حالا هر کسی باشد. لذا اگر کسی خلاف ما انزل الله کرد، عمل نکرد به ما انزل الله، اون میشه کافر. من میخوام این نکته را عرض بکنم. سیاق و سباق را همه میدانیم. موضوع چیه؟ موضوع تحریف است.
موضوع عدم اعتقاد است، یعنی به کتاب خدا اعتقاد نداشتن و اون احکام خود ساخته را اجرایی و عملی کردن. بله، کافر میشه کسانی که میگویند نباید احکام خدا اجرا بشه، احکامی که خود ما درست میکنیم. اونها دیگه زمانشون تمام شده. اعتقاد نداشتن همینه. به همین خاطر روایتی است در مسند امام احمد در تفسیر همین آیه این یک جمله را بنویسید: و من لم یحکم، نوشته و من لم یعتقد. و من لم یعتقد، هر کسی که به ما انزل الله اعتقاد داشته نباشد. اعتقاد که داشته نباشد کسی میشه کافر. پس این در رابطه با عدم اعتقاد اونها معتقد بودند که دیگه این آیات عمل نشه. به اون چیزی که ما به خاطر مصلحت جامعه درست میکنیم میبافیم، به اونها باید عمل بشه. به این خاطر الله تعالی میفرما: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اینها کافر هستند، اینها منکر آیات الهی هستند که آیات را باور ندارن و به جای اون آیات احکام خود ساخته خودشون را عملی و اجرایی میکنن. صدق الله.